بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ایاک نعبد و ایاک نستعین. برادران و خواهران گرامی، الحمدلله احسان الله تبارک و تعالی است که ما و شما در این ماه مبارک رمضان برای درس کتاب الله تبارک و تعالی جمع شدیم. از همه اولتر ما در مورد از اینکه چرا ما ترجمه های قرآن کریم خصوصا در ماه مبارک رمضان بر راه میندازیم. یکی از جمله عوامل اینمی برای انداختن ترجمه های قرآن کریم است که مردم ما همیشه بیچاره مظلوم واقع شده، همیشه از کتاب الله تبارک و تعالی زندگی دور داشته، فاصله در بین کتاب الله و در بین مردم ما واقع شده. دشمنان هم همیشه در طول تاریخ تلاش و کوشش ازیره کرده که مردم مسلمان از این کتاب حیات بخشش همیشه دور داشته باشه. از همین خاطر وسایل جدید به میان میاد، به خاطر از اینکه مردم مصروف اینمی وسایل باشه و به کتاب الله تبارک و تعالی رجوع نکنه. البته برای از اینکه فاصله امرای کتاب الله تبارک و تعالی و بین مؤمنا چی عوامل داره؟ عوامل خیلی گوناگون است. اکثر مردمای ما بیچاره زمینه برشان مساعد نیست. علمایی که یقینا کتاب الله تبارک و تعالی را خدمت کنه، مسائل بیان کنه، موجود نیست. در بعضی جاها اگر موجود است زمینه مساعد نیست که با هم جمع شوند. یک تصور خیلی با اهمیت الحمدلله الله برو کسایی که همین مفکوره را یا همین فکر را پیدا کردن که ماه مبارک رمضان که ماه قرآن کریم است یا را برای اختصاص دادن برای از اینکه ترجمه های قرآن کریم شود و در تمام مردم مسلمان شریک شود، چی مردمایی که روشن فکر باشه یا مردمایی که چیزی را نمیدانه، حتی مردم عوام هم در حساب گیرند. الحمدلله ثمرات و نتایج این ترجمه ها خیلی زیاد بوده و ما به چشم سر مشاهده کردیم. انقلابات عظیم خامخا در بین مردم پیدا میشه. و چطور پیدا نشود؟ زمانی که ما نظر بندازیم صحابه کرام، امو مردمایی که سالها در جنگ و جدل عمرای خود سپری کرده بودند، اما تمام اختلافات و تمام تفرقه ها و پراگندگی ها را توسط امی کتاب الله تبارک و تعالی تمسک و چنگ زدن به کتاب الله.
امو پراگندگی ها را دور کردن، در یک نقطه وحدت همگی جمع شدن، طرز تفکر کلگی یک طرز تفکر برشان حاصل شد. ما امروز با وصفی که خیلی پراگنده هستیم، فرقه های گوناگونی پیدا شده، لیکن می توانیم به چنگ زدن کتاب الله تبارک و تعالی نقطه وحدت و نقطه اتحاد ایجاد کنیم. الله تبارک و تعالی بر ما امی دستور داده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. شما به کتاب و رسمان الله تبارک و تعالی چنگ بزنید. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه می فرماید که قرآن کریم کتاب الله تبارک و تعالی امو رسمان الله تبارک و تعالی است که با آسمان در طرف زمین آمده دراز شده و هر کسی به این چنگ بزنه نجات حاصل میکنه. یقینا هم امی ترگپ هست. از امو خاطر خواستیم که ما رمضانای مبارک همیشه یک حصه از وقت خود با قرآن کریم سپری بکنیم، خصوصا وقتی را انتخاب میکنیم که مانع کار و روزگار مردم بیچاره ما هم نشود، بلکه یک حصه عمر خود به این کتاب الله اختصاص بده. اگرچه حق قرآن کریم ما به 3 ساعت دادن و هم تنها در ماه مبارک رمضان پوره کرده نمیتونیم و این ادعا را نداریم که حق قرآن ادا کردیم. چرا قرآن کریم حقوقی که بالای ما داره یقینا او حقوق برآوردن نمیشه. چرا که حق قرآن کریم بالای ما 5 حق داره. اول تصدیق یا ایمان آوردن بالای کتاب الله تبارک و تعالی است. فرق بین ایمان آوردن به این کتاب الله که قرآن کریم است و بالای کتاب‌های سابقه همیست که ایمان بالای کتاب‌های سابقه اجمالی بوده. یعنی ما فقط همی قدر عقیده داریم که هر کتابی را که الله در هر زمان برای هدایت بشر بالای پیغمبر امو زمان روان کرده او بالکل برنامه هدایت و قابل کفایت مردم بوده برای راهیابیشان و تمام مضامین و مطالب امو کتاب‌ها حق بوده. البته مضامین و مطالب دو قسم است، یکی مسائلی که تعلق به عقیده داره، تمام کتاب‌های آسمانی عقیده واحد داره، در او هیچ نوع اختلاف وجود نداره. یکی مسائل فقهی یا عملی است، در بخش عمل امکان داره که اختلافاتی در بین شریعت ها یا روش عمل موجود باشه، او بنابر تقاضای امو زمان امو وقت چون امو عمل تقاضا میکنه الله تبارک و تعالی و عمل به او زمان میده. اما ایمان بالای قرآن کریم ایمان تفصیلی است. ایمان تفصیلی ما به هر جز و حکمی که در قرآن کریم ذکر شده سرش عقیده داریم. اگر از یک جز قرآن کریم ما انکار بکنیم نعوذ بالله باز ما مؤمن شمردن نمیشیم. به طور مثال براتون بگویم، اباحت شکار کردن در قرآن کریم ثابت است توسط آیت قرآن. اگر یک نفر تمام عمر روزه بگیره، نماز بخونه، مراسم حج ادا کنه، زکات بده، کل احکام دیگه اسلام قبول داره و تنها از اباحت شکار منکر است، این آدم مؤمن شمرده نمیشه و مستحق جنت نیست. افسوس در اینجا است که همیشه مردم ما بیچاره حتی امو ایمان به قرآن کریم هم طرزش نمیدانه که ما چه قسم ایمان به قرآن داشته باشیم. از همین خاطر است که در مورد احکام قرآن کریم غفلت میشه، مردم ناآگاه میباشه، نمیفهمه. به طور مثال حجاب یکی از جمله فریضه های از جانب الله تبارک و تعالی است، در قرآن ذکر شده، اما بسیار مردم ما بیچاره از این موضوع آگاهی نداره. اسلام میپذیره اما از حجاب منکر است. همچنان در قرآن کریم روز جمعه نماز خواندن این از جمله فرایض الله تبارک و تعالی است، اما مسلمانای ما امروز در روزهای جمعه بجای از اینکه طرف مساجد الله بره طرف جاهای میله و جاهای استراحت میرن. این خودش نمایندگی از این داره که مردم ما آگاهی کامل در این مورد نداره که قرآن مثل که نماز سر ما فرض کرده یا مثل که حج سر ما فرض کرده، زکات، اینمی قسم نماز جمعه هم سر ما فرض است که ما باید در مساجد الله حضور پیدا بکنیم و یک هفته ای را که ما سپری کردیم و تعلق ما با دنیا و مادیات پرستی پیدا شده یا از آخرت غفلت ورزیدیم، پس امور تازه بسازیم ایمان خدا و توجه ما طرف آخرت پیدا شود. از این خاطر اکثری مردمای ما از اینی طور حالت خبر نداره. ایمان بالای کتاب الله تبارک و تعالی ایمان تفصیلی است. هر حکمی که در قرآن ذکر است او قابل تصدیق است که ما عقیده سرش داشته باشیم. اگر از یک حکم قرآن کریم انکار موجود شود نعوذ بالله ایمان انسان کامل نمیشه. پس یک حق قرآن کریم بالای ما است که ما به کتاب الله تبارک و تعالی ایمان داشته باشیم، باور بکنیم که کتاب منزل از جانب الله است و برای هدایت و راهنمایی ما آمده.
سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت ما وابسته به این کتاب الله تبارک و تعالی است. اگر در روشنی کتاب الله زندگی را سپری بکنیم، الله هم در دنیا بر ما سعادت و نیکبختی را نصیب میکنه و هم در آخرت. اگر از این کتاب فاصله بگیریم، بر آلاگه پس آشکاراست که بالکل نعوذ بالله و نمو ذلت و رسوایی که قومای سابقه قبل از نزول قرآن داشت، اما حالت به مسلمانان باز میگرده. تا وقتی که از قرآن کریم فاصله گرفته باشن، حالاتشان همینطور خراب ابتر می باشه. ما خواستیم که رمضان مبارک توجه برادرها و خواهرای گرامی را طرف کتاب الله تبارک و تعالی برگردانیم و لا اقل بدانند که کتاب الله چی پیامی داره، چی مضمونی داره، چی بیان میکنه، از چی بحث میکنه. این خب برای ما آمده، برای کسی دیگر نه آمده. خب با تاسف که ان شاء الله ده هدی للمتقین موضوع را زیاد دراز نمیکنیم، اونجا سری بخش گپ میزنیم که کتاب الله یا کتاب مرده ها و کتاب ثواب است، یعنی کتابی است که برای راهنمایی و هدایت بشریت در این دنیا آمده و مردم این قانون زندگی خود، طرز العمل خود جور بکنه و به مطابق کتاب الله تبارک و تعالی همه گوشه های عمر خود سازگار موافق بسازه تا که کامیابی حاصل شود. اول حق قرآن کریم امی بود. دوم حق قرآن کریم تلاوت کتاب الله به طریق درستش است. البته تلاوت های قرآن کریم خو خیلی میشه، اما به طریق درست که با وزن با تجوید خوانده شود، به مو شیوهی که یقینا محبوب است در پیش الله تبارک و تعالی و پیغمبر علیه السلام امرای صحابه کرام او را تلاوت کرده، به مو سیستم خوانده شود که حق تلاوتش ادا شود. این حق قرآن کریم حق دومش است. تاسف در اینجاست که امروز اگرچه تا جایی را در این مورد قدم گذاشته شده، الحمدلله کتابای تجوید خیلی فراوان پیدا میشه، استادا در هر مسجد درس میگه، قاری صاحبای محترم موجود داره، الله در عمرشان برکت پرته که خدمت قرآن میکنه و به مردم تلفظ صحیح قرآن کریم نشان میده. اما ما داریم امامای مساجد ما را که حتی فرق در بین مخرج دو حرف نمیتونه و حتی بعضی اوقات منجر به این میشه که نماز فاسد شود. از این معلوم میشه که بسیار کم توجهی در این مورد هم یقینا در بین جامعه مسلمانان دیده میشه. یعنی برای تلاوت درست قرآن کریم اهتمام نمیشه، برای عنایت توجه نمیشه و مردم قدر زیاد این را مهم نمیدانه. این دوم حق است، لیکن مردم بازم غفلت داره. الله تبارک و تعالی توفیق بده کافه مسلمان ها را که یا بتوانند یقینا حق دوم قرآن کریم هم ادا بکنه. حق سوم قرآن کریم فهم معانی قرآن کریم است، یعنی مطالب و مقاصدی که الله در این کتاب برای ما بیان کرده او را ما بدانیم. دانستن اینمی مطالب قرآن کریم دو قسم است. یکی دانستنش به طریق تفسیر است که مسائل از او استنباط شود، کشیده شود. این وظیفه او علما و مجتهدین است که یک مدت عمر خود سپری میکنه در خدمت قرآن کریم. الله در تمام مفسرین کرامی که در خدمت قرآن کریم عمر خود صرف کرده، مصرف کرده، الله برایشان اجر عظیم نصیب بکنه. یقینا خدمات بزرگی را برای کتاب الله تبارک و تعالی انجام داده و چون این کتاب حیثیت یک بحر داره، هر مفسر به قطره از این بحر قطع خود برداشته و خدمت قرآن کرده در یک گوشش. یقینا که کتاب الله تبارک و تعالی که هر قدر در تدبر و تفکر شود برای ما علوم جدیدی را، فصل جدیدی را برای ما باز میکنه. یقینا انسان بخی تعجب میکنه. اگر به یک گوشه قرآن کریم انسان سفر میکنه، حرکت میکنه، میبینی که به مو یک گوشه علومش در انتها نمیرسه، انسان بخی حیران میمانه. خب باز هم در این راستا مفسرین کرام مختلف گام ها را گذاشته، کسی از یک بخشش، کسی از بخش دیگهش برای ما و شما تفسیر کرده، ترجمه و معنایش شرحش برای ما بیان کرده که سبب هدایت ما میشه. دوم قسم ترجمه و تفسیر قرآن کریم ای را میگه که ما با یک عالم بشینیم و بشنویم که لا اقل آشنایی ما با این کتاب پیدا شود که کتاب چی پیامی داره، برای انسانیت چی راهنمایی های داره. اما اینمی مرتبه دوم ما و شما تلاش داریم که همیشه قطعی قرآن کریم رابطه داشته باشیم و از آیات حیات بخشی قرآن کریم استفاده عظیمه بکنیم. از او خاطر ما ماه مبارک رمضان و همچنان در زمستان یک دوره تفسیر داریم. اگرچه کفایت نمیکنه برای فهم مطالب و مقاصد عمومی قرآن کریم، لیکن الحمدلله بی نتیجه و بی ثمره هم نیسته.
فضل الله سبحانه و تعالی است. صحت عقیده و صحت عمل مربوط فهم قرآن کریم است. بسیار برادران و خواهرای ما از این درسای قرآن کریم بهره ورداشتن، خصوصا خود ما خیلی زیاد بهره از این کتاب الله تبارک و تعالی میورداریم و تلاش داریم که از این قرآن کریم، از این کتاب الله دور نشویم. این دوم قسم ترجمه عام می باشه، برای کلگی می باشه. این سوم حق قرآن کریم است. در این مورد هم گپ بزنیم که یکی از جمله اهداف ما است که به مردم بفهمانیم که قرآن کتاب همگی است. تنها کتاب ملا صاحب نیست که ملا صاحب بخونه در حجره و در مسجد و دیگه کس امرای این کتاب سر و کار نداشته باشه. و همو تصور نادرستی که در بعضی اذهان علمای ما وجود داره که کسی 14 فن نخوانده باشه ترجمه قرآن نمیتونه. و یکی از جمله دسیسه های بزرگ استعمار است که همیشه تلاش به این داره به مردم وانمود بکنه قرآن کریم سخت‌ترین کتاب است و بزرگترین کتاب است که ما نمیتونیم مطالبش یاد بگیریم. از او خاطر در تمام عمر در یک گوشه قرآن بگذاریم، تعظیم یزیر فقط به بوسه کردن و به چشم زدن بکنیم، خیر و خلاص. فکر میکنیم با این کتاب دیگه ما هیچ قسم آشنایی یا رابطه از ما قائم شدن نمیتونه. از او خاطر ما به مردم نمایان میکنیم که نه، کتاب الله بسیار آسان است و کسی که یک لحظه با این کتاب الله تیر میکنه حتما اثرات قرآن در وجود خود مشاهده میکنه. یکی از جمله اهداف ما ایام است. خصوصاً حق قرآن کریم فهم معانی است. چهارم حق قرآن کریم است که ما امی مطالب قرآن، مقاصد قرآن بعد از فهم جامع عمل بپوشانیم، در زندگی خود ای را تطبیق بکنیم. وقتی ما در زندگی خود ای را تطبیق بکنیم این حق قرآن کریم است. تاسف در اینجاست که ما مطالب قرآن اثر یاد نداریم، معلومات بر ما نیست. وقتی ما مقصد قرآن نفهمیم جامع عمل پوشیدن خود گپی دور است، چرا که فرع فهمیدن مطالب قرآن است. از او خاطر باید ما مطالب قرآن یاد داشته باشیم، بعد از او در زندگی خود عملی بسازیم. مسئله عملی کردن قرآن کریم امو موضوعی است که با تاسف امروز خیلی زیاد در حالت صفر قرار داره. از امو خاطر از حکومت گرفته تا فرد، از فرد گرفته تا حکومت، ما میبینیم که سر تمام احکام و هدایات قرآن کریم عمل نمیشه. در زندگی عملی ما این دیده نمیشه. یقینا قرآن کریم دارای احکامی است که تعلق به فردم داره و احکامی است که تعلق به جامعه و به حکومت داره. هر کدامش قابل تطبیق می باشه. به طور مثال تعلق به فرد، تقوا امر الله تبارک و تعالی است. عقیده صحیح کردن امر الله تبارک و تعالی است. در قرآن کریم برای ما تشریح میشه. صحت عقیده ما یا درستی عقیده ما از قرآن گرفته میشه. خب لیکن مردم به این توجه نکرده. ما نماز میخوانیم، برادران و خواهرای ما خوب نماز میخونه، الحمدلله را تا آخر میخونه، اما مطلب و مقصد الحمدلله را نمیدانه. اینجا میگه یا که نعبدو، اما به مجردی که از نمازم فارغ شوه اگر پایش بلخشه یا سخی صاحب گفته صدا میکنه. دعا طلب کردن عبادت است، این بلکه عین عبادت است. در حدیث پیغمبر الدعا هو العبادت، دعا عین عبادت است گفته شده. ولی ما دعا را از غیر الله طلب میکنیم. در نماز یک چیز میگیم اما در بیرون باز دیگه چیز است. در نماز میگیم اهدینا الصراط المستقیم، الله برای ما راه درست نشان بده، اما بیرون که میریم در دکان خود خیانت میکنیم، دروغ میگیم. در مال نعوذ بالله ما عیبش پنهان میکنیم، قسم میخوریم، دروغ میگیم. در دکان خود امی قسم در دفتر و دیوان خود امی حالت ما داریم. اونجا اهدینا الصراط المستقیم میگیم، اونجا طرف مجلس قمار روان هستیم، اونجا در بانک سودی مداخله و کار میکنیم، اونجا باز میریم نعوذ بالله در سینما روان هستیم. او حالا که در رکعت نماز میگفتیم اهدینا الصراط المستقیم، ما میبینیم که بخش عمل حتی در درجه صفر قرار داره، در بین امت توجه نمیشه. خصوصا در این زمان هر کس ملامتی را سر کسی دیگری مندازه. رعیت دولت حکومت ملامت میکنه، حکومت رعیت ملامت میکنه، حالا که هر کدام وظایف داره. رعیت علیحده وظیفه داره، دولت علیحده وظیفه داره، رعیت وظیفه را داره. عقیده خدا که فرض اولی است و در اولیت قرار داره، سرش فرض است که عقیده خدا جور بکنه مطابق عقیده قرآن، که قرآن چیزی را بیان کرده. عقیده میراثی نباشه است که از پدر به میراث گرفتیم، عقیده تقلیدی نباشه که فلان مردم اینی قسم مفکوره دارم من دارم، بلکه ما به کتاب الله میشینیم، کتاب الله که کدام عقیده را برای ما تشریح میکنه اما قسم عقیده را داشته باشیم. این فریضه ماست، این واجبه و مسئولیت ماست در برابر قرآن کریم که ما عقیده خود درست بکنیم. لیکن ملت تا این حالا
با تاسف که نمی قسم از قرآن دور مانده و عقاید خود با قرآن برابر نمیکنه. شما باور به الله بکنید. ما صبح بعد از نماز اونجا ترجمه داشتیم. گروه ریش سفیدا آمده به کسی دیگری، به یک ریش سفید منطقه و تقاضا کرده، چون ترجمه ما در سوره انعام بود. در سوره انعام الحمدلله مسئله عقیده آنقدر واضح بیان میشه که هیچ دیگر راه باقی نمیمانه به کسی که بگویه نه اینی کار ما موجه است و اینمی کار ما دلیل داره. نه، اونجا صراحتا واضح بیان میشه. ریش سفیدا آمده به ریش سفیده منطقه ما، به ریش سفید میگه که مولوی صاحب بگو که در مورد زیارتا و در مورد قبرات دیگه این چیزی را نگوین، در حالی که ما خو این آیت قرآن است مجبور هستیم که را تشریح کنیم. ما جوانب مثبت و منفی را باید توضیح بدیم. لیکن شما ببینید ریش سفیدا کمیسیون میشه، جمع میشه، میایه که ترجمه قرآن کریم یا بند شوه یا موضوعاتی که میایه او را ترمیم بکنه. این نمو مطالباتی بود که مشرکین مکه برای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میکرد. میگفت نه، بدی بتای ما را بیان نکن، عاجزی دیگه، هر چیزی که میگی ما قطعا بالکل هم راستیم، اما فقط همی قدر نگو که بت عاجز است یا عبادت ما که به بت میکنیم این نادرست است. شما ببینید اینی حالات است. شما ببینید آیا در کدام منطقه و محله ریش سفید دیده که جمع شده باشه و گفته باشه که در محله ما یک مجلس قمار و شرابخوری وجود داره، بیایی که امیر مسدود بسازیم، قطعی آدم قطع تعلقه زندگی بکنیم که ما دیگه قطعی آدم قطعا قومیداری نداریم. تأسف در اینجاست. ببینید بسیار درد انسان میآید، بسیار آدم مایوس میشه در یک معاشره اسلام. بجای از اینکه بیا که الله تو را اجر بده، ما در خانه خود نشسته هستیم آواز قرآن میشنویم، اگر نفهمیم هم آواز قرآن برای ما کفایت میکنه که با کتاب الله در گوش ما برسه. همی گپی الله خو میشه که ما بشنویم. بجای از اینکه تشکری کنه و میگه که نه باید در لاسپیکر ترجمه قرآن کریم نشوه و این بند شوه، یا اگر میشه هم این موضوعات ترمیم شوه. شما ببینید عجیب نیست؟ او تاریخ با این تاریخ چه فرقی داره؟ امروز مردم ما را ملامت میکنه، میگه آیاتایی که در مورد مشرکین سر ما میچسبانه. ما سری کسی نمیچسبانیم، خود او آیت میچسبه. تو خدا عیار میکنی که آیت قرآن سری تو موافق و برابر شوه. چرا اینطور میکنی؟ بیا امو دستورات الله تبارک و تعالی را به قرآن الله بشی. این کتاب الله برای تو آمده، به الله قسم به این خاطر نآمده که نعوذ بالله ما توقع از کفار داشته باشیم که به قرآن بشینه و از هدایت قرآن مستفید شوه. و مردمی که زبان آلمانی داره، زبان انگلیسی داره، زبانی چیست دیگه زبانا داره، فرانسوی داره، این قرآن عربی است، این مطلب قرآن چطور درک بکنه؟ کی برش برسانه؟ ما تو که مسلمان هستیم که زبان خودی ماست تا آلی را برش ننشستیم. ما از این هدایت نگرفتیم. خیر کی ما از این هدایت میگیریم؟ این قرآن برای چی است؟ حق قرآن کریم تطبیق عملی قرآن است. ما تو نکردیم، حتی عقیده خدا موافق قرآن جور نکردیم. حق دولت چیست؟ سری دولت قرآن در تطبیق عملیش چی حق داره؟ قصاص حکم قرآن است. رجم یا سنگسار کردن یا دره زدن یک آدم زناکار و شخص زناکار این حکم قرآن کریم است. کسی که مرتد میشه از دین اسلام بدون کدام دلیل دین خود ترک میکنه، این حکم قرآن کریم است. هر کدامش برای خود حکم داره. یک کسی را تهمت ناحق زدن از زنا، این حکم قرآن کریم است که حد قذف شود. کسی اگر شراب می نوشه حکم قرآن کریم است. خیر چطور شده میتونه که احکام الله تبارک و تعالی یکیشام عملی نمیشه امروز؟ از همون خاطر است ما چطور توقع داشته باشیم که الله رحمت بفرسته؟ ما چطور توقع داشته باشیم که جامعه ما جامعه خیلی سالم و راحت بخش باشه؟ چه قسم توقع داشته باشیم؟ شما ببینید که احکام الله تبارک و تعالی از فرد گرفته تا دولت و حکومت قابل تطبیق نیست. وقتی که این احکام الله در جامعه عمل پیاده نشوه، تطبیق عملی نشوه، آیا اثرات قرآن کریم که فرستادن رحمت الله تبارک و تعالی است این را ما توقع داشته باشیم؟ گاهی هم نه، بلکه نه، هیچ امکان نداره. تطبیق عملی حق چهارم قرآن کریم است. لیکن این کل مسائل برای یک هدف است. چهارم حق قرآن کریم تزکیه است، تصدیق بود، تلاوت بود، تعلیم بود. چهارم هم تطبیق عملی. پنجم حق قرآن کریم
عبارت از تزکیه است. ما در عقیده اصلاح شویم، در عمل اصلاح شویم، در اخلاق اصلاح شویم. هر سه را به نام دین یاد میکنه. تندرستی یا اصلاح در عقیده، در عمل، در اخلاق، این مجموعه را به نام دین یاد میکنه. در حدیث جبرئیل امین زمانی که از پیغمبر علیه السلام جبرئیل امین میاد سوال میکنه، اول از اسلام سوال میکنه، باز از ایمان سوال میکنه، باز از احسان سوال میکنه. پیغمبر علیه السلام عمر رضی الله عنه را پس از چند مدت برش میگه که آیا در مورد سائل معلومات داری که کی بود؟ عمر رضی الله عنه میگه الله و رسوله اعلم، الله و رسولش خوب میدانه، ما خود دیگه نمیدانیم. پیغمبر علیه السلام میگه که این شخصی بود که شما را تعلیم دین میداد. یعنی مجموعه اسلام و ایمان و احسان دین است. دین وقتی تکمیل میشه که ما در این سه چیز بالکل تندرست باشیم، هیچ خلا در او موجود نباشه. از نگاه عقیده بالکل سالم باشیم، از نگاه عمل سالم باشیم، از نگاه اخلاق سالم باشیم. تندرستی و صحت عقیده و عمل و اخلاق کی میگه که کدام عقیده درست است، کدام عمل درست است و کدام اخلاق درست است؟ اگر این به عقول مردم حواله بکنیم، عقلای مردم متفاوت است، مفکوره های مردم متفاوت است. هر کس یک عمل که او خیلی نعوذ بالله زشت است، نادرست است، لیکن یک مفکوره انسانی او را خوب میگه. دزدی را بد نمیگه. دزد میگه بهترین چیز برای من دزدی است. نه محنت میکنم نه زحمت، برای یک ساعت خواری میکنم، مصرف 5 ساله و 10 ساله خدا در دست میارم، قرار دیگه خو میکنم. او دزدی را عمل بد نمیگه، او دزدی را عمل خوب میگه. یک آدم سودخور عمل سود بسیار چیز خیلی زیبا ای را فکر میکنه، میگه من بسیار فواید زیاده از همین طریق به دست میارم. عقول مردم متفاوت است. ما با کدام ترازو عمل طول بکنیم که کدام عمل درست و کدام نادرست، و عقیده را با کدام ترازو طول بکنیم کدام عقیده درست کدام نادرست. معلوم شد که ما نیاز داریم به یک ترازوی، به یک معیار بالکل واقعی که در او کسی تغییر و تبدیل آورده نتانه و همیشه پایدار است و به همه مردم است. اونجا هیچ نوع تبعیض وجود نداره. او کدام است؟ او ترازو کتاب الله و سنت رسول الله. سنت رسول الله تشریح کتاب الله را میکنه. اصلا مطلب و مقصد کتاب الله است. پس عقیده او عقیده است که موافق کتاب الله باشه، عمل او عمل است که موافق کتاب الله باشه، اخلاق او اخلاقی است که موافق کی باشه؟ کتاب الله تبارک و تعالی باشه. لیکن ما چه قسم عقیده خود طول کنم تا آلی را با کتاب الله حتی رابطه تلاوت ندارم؟ عقیده خود چه قسم وزن کنم؟ از کجا بدانم که عقیده ما درست است یا نادرست است؟ ما عمل خود چه قسم درست بسازم بگویم حکم بکنم که عمل ما درست است، صحیح است، در حالی که از کتاب الله جاگاهی ندارم؟ ما اخلاق خود چطور بگویم که خیلی پسندیده و درست است، در حالی که اخلاقی که قرآن برام بیان کرده معلومات ندارم؟ از اون خاطر است که حق قرآن کریم پنجم حق تزکیه است و اصل هدف است. تلاوت سبب و انگیزه تعلیم است، تعلیم سبب و انگیزه ذریعه برای تطبیق عملی حکم الله است، تطبیق عملی حکم الله تبارک و تعالی ذریعه و انگیزه تزکیه است. اصل هدف تزکیه است. انبیاء علیهم السلام که روان شده وظیفهش قرآن برای ما بیان میکنه. در آیت 129 سوره بقره بخیر برای ما میاد که ابراهیم خلیل الله وقتی دعا میکنه که پیغمبر در بین جامعه بیا چی وظایف داشته باشه؟ اونجا تلاوت، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت و در آخر مسئله تزکیه میاد که مردم بالکل پاک شود، جامعه و معاشره پاک شود. چه رقم پاک شود؟ از نگاه عقیده پاک. اونجا مخلوق پرستی نباشه، قبر پرستی نباشه، شخص پرستی نباشه، درخت پرستی نباشه، چشمه پرستی نباشه، اونجا الله پرستی باشه، عقیده بالکل صاف باشه، اونجا عملی پاک باشه، اونجا کینه نباشه، کدورت، دزدی، دروغ، غیبت، نمامی، بدبینی، هیچ چیز نباشه. اینطور معاشره به وجود بیا. الله تبارک و تعالی خواسته در دنیا از انسانا همین قسم یک مجموعه باید در سر زمین الله تبارک و تعالی زندگی و حکومت بکنه. الله همین قسم معاشره را خواسته. هر پیغمبر در هر زمان برای اینمی مقصد و غرض روان کرده که معاشره سالم شود، بدبختی نباشه، اضطراب و پریشانی نباشه، نفاق پراگندگی نباشه، بدبینی نباشه. هر کس
حدود خود بشناسه و حدود دیگران را بشناسه، حق خود و مسئولیت خودم بشناسه، از دیگران هم بشناسه. غرض روان کردن انبیاء علیهم السلام و کتابای الله مسئله تزکیه است. پس برای ما و شما واضح میشه که کدام راهی را که ما انتخاب بکنیم که واقعا در معاشره انقلاب بیاید، معاشره تندرست شود، با جز از کتاب الله قطعا راه دیگری نداره. اگر کسی ادعا میکنه که از راه دیگری ما وارد میشیم در بین مردم تزکیه میاریم، قطعا امکان نداره، این نادرست است. چرا که راه تزکیه این نمیسته. راه تزکیه تلاوت قرآن سبب و ذریعه و انگیزه برای تعلیم شود، تعلیم سبب و انگیزه برای تطبیق عملی خودش تزکیه را میاره. دیدیم با چشم سر کتابا را مطالعه میکنیم، دوست و دشمن در این اعتراف داره که پیغمبر علیه السلام زمانش زمانی بود که بالکل معاشره تندرست شده بود. توسط چی تندرست شده بود؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک آدم ناخوان است، نه نوشته میتونه نه خوانده میتونه، اما کتاب الله تبارک و تعالی برش آمده به مردم تعلیم میده، به مردم بیان میکنه، مردم فهمیدن، درک کردن. الله اکبر. شما تاریخ زمان جاهلیت هم ببینید و بعد از او کدام انقلاب و تغییراتی که توسط دین اسلام در جامعه آمده او را مطالعه بکنید، بسیار عجیب است، بسیار عجیب است. آیا امی کتاب الله تغییر در ما ورده نمیتونه؟ اگر ما باز بگردیم به کتاب الله، یقینا از خود شروع کنیم که ما موافق کتاب الله عقیده خود درست میکنم، عمل خود درست میکنم، اخلاق خود درست میکنم، هر کدام ما اینمی احساس یا شعور پیدا بکنیم که ما عقیده و عمل خود، اخلاق خود با قرآن موافق و برابر میسازیم. شما بگویید که در معاشره کدام بدبختی باز پیدا میشه؟ کلا، قطعا نمیشه. اما امروز ملت ما سرگردان است، پریشان است، حالات خیلی خراب است. هر فردی را که تو سوال میکنی نخواد که حتی از پدر و مادر خود گله نداشته باشه، پدر و مادر از اولاد خود گله نداشته باشه، همسایه از همسایه گله نداشته باشه. شکایت شکایت شکایت، کل شکایت است. چرا؟ شکایت چرا است؟ ما حدودی خود نشناختیم که ما در کدام حد تصرف داریم. الله برای ما اجازه داده. چی مسئولیت داریم؟ در مورد خود ما، در مورد الله، در مورد برادر مسلمان، در مورد کسی که قطعش زندگی داریم، پدر، مادر، اولاد، همسایه، کل افراد مسلمان. قرآن برای ما مشخص کرده طرز زندگی را. اگر ما یقینا بدانیم یک مشکل ایجاد نمیشه. الله اکبر. دو نفر در پیش پیغمبر علیه السلام می آمد، هر کدامش دلیل میگفت که ورق از ماست. پیغمبر به یک کلمه برش میگفت، یک کلمه را برش میگفت، گفت بدانی اگر شده میتونه یکیتان در دلیلگویی در زبان خیلی چالاک باشه و من مطابق چالاکی از او، دلیل از او، فیصله این ورق بر از او بکنم، خب بدانی که مثل که آتش جهنم برش جدا کرده باشم. دستی دیگه صحابه میگفت میفهمید که راستی من در این ورق قصه دارم یا نه؟ دستی میگفت نه، ورق از فلانیست، من دیگه در این حصه ندارم. ولی ضرورت به قاضی است، به عریضه است، به جلب و به این گپا هست، ضرورت به بندیخانه و توقفگاه و این گپا هست. این دفتر بازی ها است که امروز تباه شده مردم. ببینیم همه بدبختی ها از این پیدا میشه که ما متوجه دین خود نیستیم، دین خود به مفهوم واقعی درک نکردیم که دین برای ما چی درسی داره. بله، بیایی که حق قرآن ادا کنیم، تزکیه خود حاصل کنیم، عمل، عقیده و اخلاق خود موافق قرآن بگردانیم. آیا به می کفایت شود خلاص میشن؟ نه. در جامعه مسلمان ها آخری وظیفه یک مسلمان چیست؟ دعوت برای دیگر است. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اگر این احساس و شعور نداشتی که خیر ما برای برادر مسلمان برسه، خامخا از هر نگاه، از علمم، از مالم، از توصیه ها و گفتارم، از قوتم، از کارم، باید خیر برای دیگه برسه. اگر این احساس و شعور نداشتی، نگو خدا مسلمان. پیغمبر علیه السلام میگه لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. یک کلمه خلاصه میکنه، در یک کلمه مؤمن شدن نمیتونه یکی از شما تا وقتی که دوست داشته باشه برای برادری خود آن چیزی را که برای خود دوست داری. الله اکبر. چی احساس است، چقدر شعوری عظیم است. یک انسانی شعور بکنه که هر چیز با خود میخوایم برای دیگران میخوایم.
ما نمیخوایم کسی مرا بد بگوید، خیر بدی کسی را نگویم. ما نمیخوایم کسی مرا غیبت کنه، غیبت دیگر نکنم. ما نمیخوایم که کسی مرا دروغ بگوید، برای کسی دیگر دروغ نگویم. ما نمیخوایم که کسی خطمه حسد و کینه داشته باشه، به کسی دیگر نداشته باشه. ما نمیخوایم سر آبرویم کسی تعرض بکنه، نکو تعرض سر آبروی کسی. ما نمیخوایم نفس مرا کسی قتل بکنه، آزار اذیت بده، سری برای کسی آزار اذیت نده. ما نمیخوایم که نعوذ بالله در مورد دینم کسی چیزی بگوید، نگو برای مردم. بس یک حدیث پیغمبر مکمل زندگی اصولی دین برای ما توضیح میده. ای افسوس که کاش که ما مقصد حدیث پیغمبر را میدانستیم، که میدانستیم در یک حدیث کل نظام دین خلاصه میشه. بگوی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. بس امی احساس پیدا کو، مؤمن واقعی استی. خلاص مؤمن واقعی استی، همیشه امی احساس و شعور داشته باش. از امو خاطر است که حق قرآن کریم در تسکیم خلاصه نمیشه، دعوت برای دیگران میدی. تو امروز در ترجمه آمدی، مطالب خیلی بزرگه فرا گرفتی، نشستی، تغییر در تو پیدا شد، فهمیدی، درک کردی. امیر برای خصوصا به اقاربت، پدر مادرت، اولادت، برادر و خواهرت، به همسایت، به اقاربت، به همه مسلمان ها باید خواسته باشی و بگویی که یقینا اگر ما فلاح و کامیابی را میخوایم دینه میسته، بیایی که ما پشتی همین کامیابی بگردیم. سیسته که امروز جامعه جهانی آمده و تلاش دارن، میگه در افغانستان ما امنیت میاریم، ما زندگی را خوب میسازیم، لیکن زندگی را کسی هم خوب کرده نمیتونه، امنیت را کسی آورده نمیتونه تا که امنیت از درون قلب جور نشود. ما که درون قلب امنیت آوردیم، فهمیدیم که قلب ما مطمئن شد، حالی بندگی یک الله را میکنیم و به یک نظام الله ما مطیع و فرمان بردارش هستیم. بعد از او باز میشه خود به خود امنیت بیا، هیچ ضرورت به نیروهای خارجی نداریم، اینجا فضا خود به خود درست میشه. خو نیست ما با این هیچ کوشش نکردیم، ما در این مورد تلاش نکردیم. ببینه همیشه عمر ما پشتی کسب و کار دنیا تیر میشه، جمع میکنیم، میرویم، میدویم، در اوجه کسی در دریا غرق میشه، کسی در کانی زغال کان سرش میفته، کسی موتر سرش چپه میشه، کلش به خاطر پیدا کردن لقمه است که جسم ما صحیح و سالم باشه، راحت باشه، کلش. آیا برای سالمیت روح خود تلاش کردیم که روح ما چطور سالم میشه؟ این روح ما کدام غذا را داره؟ این روح ما با کدام غذا ضرورت داره؟ زندگی چی را میگه؟ زندگی تنهایی نمیسته که خانه داشته باشیم، موتر داشته باشیم، وسایل. نه، زندگی نامی از این نیست. زمان هیچ چیز نداشته باش خب قلبت مطمئن باشه، قلبت آرام گرفته باشه. یقینا بسا مردمای هستن که در زیر خیمه زندگی میکنه، اما زندگیشان از پاچایی کرده خیلی مطمئن است. این زندگی است. خوی اطمینان توسط چی حاصل میشه؟ بگویم هر قدر که ما در دنیا تلاش بکنیم، ما برای اطمینان روح خود، برای از اینکه روح ما خوشوقت باشه، هیچ چیزی را پیدا نمیتونیم بجز از اینکه عمل به دینی کی کنیم الله تبارک و تعالی. و عمل به دین الله موقوف بالای فهم قرآن است. تا که قرآن ندانی عمل به دین الله شده نمیتونه. اونجاست که یقینا روح خوشوقت میشه. از امو خاطر یک لحظه که ما در درس قرآن میشینیم، روح ما بسیار تازه است. چرا تازه است؟ خود به خود تازه است، به خاطری که در موقع نشستیم که الله از پیش ما خوش است. الله این مجلس خوش میکنه. یک قوم از قومات در حدیث پیغمبر چی میگه؟ مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله. یک قوم جمع نمیشه در یک خانه است، خانه هایی که در اونجا عبادت الله میشه، که وقت تلاوت کتاب الله را میکنه. در اونجا محض تلاوت گفته و یتدارسونه، بعد از او گفته که در بین خود مدارسه میکنه، یکی به دیگه مطالب قرآن که یاد کرده، یکی به دیگه تعلیم میده، یکی به دیگه بیان میکنه. الله تبارک و تعالی سه نعمت سرش روان میکنه. اطمینان سکونی قلب برش حاصل میشه، رحمت الله یاره فرا میگیره، ملائک یاره میپیچانه. بلکه چهارم نعمت الله به نزد ملائک هم یادآوری اینمی مردم ها را میکنه. در پیش در دربار خود برای ملائک افتخاری بنده خود بیان میکنه. چقدر سعادت بخت، چقدر نیکبخت و سعادت بخش است درس قرآن کریم که بر الله تبارک و تعالی آن چیزی که مورد ضرورت انسان است کلش الله برآورده میسازه.
چطور ما این مجلس خوش نداشته باشیم؟ بله، حق قرآن کریم اینوی ششم حقش است که ما دعوت به سوی قرآن بدیم. دعوت به سوی قرآن کریم، یک کسی علم داره به قرآن ترجمه را شروع کنه، این دعوت به قرآن است. یک کسی تلاوت درستش داره به مردم تعلیم میده، این دعوت به سوی قرآن کریم است. یک کسی حکم قرآن یاد گرفته، امروز در ترجمه قرآن نشسته، مسئله را یاد گرفته، نفر میبینه در سری سرک تیر میشه. به طور مثال براتون بگم، دمی سرکی که از طرف قلعه فتح الله و چارقلا میره، در مابین سرک یا در لب سرک یک جارت است، تیکه ها سرش انداخته شده. اونجا نفر میبینی که قدر عاجزی میکنه، سری خود در سری قبر مانده رو ایسته. تو میری دعوت میدی که بیا در کمی کار در دین نیست، این نارواست. این کی است؟ این چقدر تصرف داره؟ ولی است؟ بله، هم ولی باشه، بالکل ولی. ولی چی معنا داره؟ این به خاطر ولی است که به الله خدا نزدیک کرده توسط عمل. این خدا خوب بندی الله جور کرده، تو خدا خوب بندی الله جور کن. از تو می مطالبه شده، الله از تو مطالبه کرده. یام دعوت به سوی چیست؟ قرآن کریم است. حق قرآن باز ادا میکنیم، در غیر از او باز حق قرآن تکمیل نمیشه. قرآن سر ما همین حق داره. این 5 حق قرآن کریم است. خب ضرورت برای ترجمه چیست؟ چرا ما ترجمه را در راه میندازیم و برادرها و خواهرها را دعوت میدیم که یک چیزی از لحظه عمر خود در اینجا مصرف بکنه؟ چی ضرورت داریم؟ ضرورت بر ما هست؟ نیاز داریم به ترجمه قرآن کریم؟ بله. پیغمبر علیه السلام آمده برای هدایت بشریت و پیغمبریش عام است، کل انسانیت تا روز قیامت پیغمبر است. بعد احکام الله را برسانه، به کل مخلوق برسانه. یک پیغمبر بود وفات کرد، اما احکام الله را کی برسانه؟ مؤمن است. همین کسی که گرویدی همین دین شده، همین نظام شده، یا مسئولیت داره که پیام الله را که از زبان پیغمبر تشریح شده، این را به کل جهانیا برسانه، بیان کنه. اگر ما بگوییم که نه بچه ما تلاوت قرآن یاد داره، قرار در خانه خود میشینم، نه، باز خود قرآن مطلب و مقصدش به مردم نرسید. ما هم وظیفه و رسالتی که در مورد قرآن داشتیم او را ادا نکردیم. از او خاطر ما ضرورت داریم که قرآن ترجمه بکنیم. چرا ضرورت به ترجمه قرآن داریم؟ سوره فرقان هم میکشیم آیت 30 را و این را کمی ترجمه میکنیم به خاطر که بدانیم که در روز قیامت پیغمبر علیه السلام از کجا شکایت داره و پیغمبرش که سرش می نازیم در پاره 19 نمبر سورت 25 است. سورت 25 است، آیت 30. الله تبارک و تعالی در این آیت ها حالات ناگوار قیامت برای ما بیان میکنه و تمثیل میکنه. قیامت چه تو روزی است و چه قسم میاد، کدام مردم کامیاب است و کدام ناکام است. الله بیان میکنه. کلی موضوع را بیان نمیکنیم، از آیت 25 شروع میکنیم. و یوم تشقق السماء بالغمام، روزی که بشکاف آسمان بالغمام، به واسطه ابرها، یعنی به مثل ابرها وار ملائکه پایین میشه. و نزل الملائکه تنزیلا، ملائکه که در آسمان ها سمک کمل پایین طرف زمین میاد. روز قیامت است. آسمان در حالت خود باقی نمیماند، زمین هم در حالت خود باقی نمیماند. الله میفرماید الملک یومئذ الحق للرحمن، تمام اختیارات و پادشاهی در این روز فقط و فقط برای الله است. کسی هم نیست که بگوید ما اینی تصرف و اینی بگوید تغییر آورده میتونم، اینی ملکیت دارم. کسی نیست، یک پادشاه نیست، یک مملکت نیست، یک انسان نیست که بگوید که ما انگشت خود بالا کرده میتونم. نه 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 نه. زمان فرا رسیده، ساعت فرا رسیده که همه چیزا فلج شده. اختیارات مجازی که الله برای مخلوق خود داده بود، این را پس گرفته. در اونجا کل اختیارات برای الله تبارک و تعالی است. خود چی حال است؟ و کان یوما علی الکافرین عسیرا، این روز خیلی سخت است بالای کفار. و کسی که در دنیا عیاشی کرد و کسی که در دنیا سرپیچی کرد از دعوت حق و پیام الله را نپذیرفت، امی کتاب الله تبارک و تعالی که بیانات برش میکرد، بر از او ریشخندی معلوم میشد. نعوذ بالله.
میگفت زندگی دنیا اصلی مطلب است، اصلی مقصد است. او روز خیلی سخت‌ترین روز است. چرا؟ ولی خو میدانه که حالت اینمی طور در پیش رو میه و چی کرده در عمر خود؟ هیچ چیزی نکرده بجز از دشمنی نظام الله تبارک و تعالی. الله می فرماید و یوم یعض الظالم علی یدیه، در روزی که چک می لگانه، دندان میگیره از ظالم علی یدیه. اینجا مطلق ظالم گفته، بزرگترین ظالم مشرک است. چرا که حق الله را پورا نکرده، حق الله را ادا نکرده. و هر کسی که حق تلف کرده یک شهر در جای مناسبش نگذاشته او را ظالم میگه. امی ظالم انگشت خود دندان میگیره. چی افسوس میکنه که دندان میگیره؟ انسان وقتی که در یک موقع میرسه و سخت در حالت اضطراب و پریشانی واقع میشه و امو چیزی را که یقینا برای آسان بود که دمی روز به دردش میخورد امور از دست داده باشه، اونو وقت آدم دندان میگیره. اینی طور میگه که وای این کار شما در کدام صحنه دیده؟ شاگرد وقتی که در پانتون امتحان میده که وقتی پارچه را ببینه که سوال آمده، اینمی طور میکنه که وای چی طور خوب کتاب گرفتم در دست خود و امور ندیدم امی سفره. اونجا اینی طور افسوس میکنه. قرآن کریم حالات قیامت بر ما اینمی قسم بیان میکنه تمثیل. ظالم سری انگشت خود دندان میگیره، چی میگه؟ چی افسوس داره؟ چی ارمان داره؟ کدام ارمان؟ دنیایش باقی مانده، زن و اولادش باقی مانده، پدر و مادرش باقی مانده، موترش باقی مانده، منزل و بگوی پادمانش باقی مانده، دشت و زراعت و زمینایش باقی مانده. کدام چیزش باقی مانده است؟ چی چیز ارمان میکنه؟ خب گوشیتان آواز کنی. قرآن برای ما میگه یقول یا لیتنی، ای کاشکی اتخذت مع الرسول سبیلا. امرای پیغمبر را میگرفتم، برای پیغمبر قدم میگذاشتم، روان میشدم. الله اکبر. دیگه ارمان نیست، دیگه افسوس نیست. خو امرای پیغمبر روان شدن، به نقش قدم پیغمبر روان شدن. ای کاش که این فکر در ما تازه شود، ای کاش که این فکر در دماغای ما پیدا شود و پشت رای رسول بگردیم، جستجو و تلاش بکنیم که رای رسول کدام است، رای رسول در کجا به دست میاد. یک کمی کاوش بکنیم، تلاش بکنیم، جستجو بکنیم که ما رای رسول پیدا بکنیم. امروز رای رسول مسدود است، رای رسول بند شده. رای رسول اگر کسی میگیره تاپت زده میشه. رای رسول بالکل برای ما به طریق معیاری یک حلقه درس حدیث در کابل و در تمام ولایت ها برای من نشان بده که واقعا معیاری باشه. یکی رسمی رایی به نام شیخ الحدیثا ما داریم، به نام مرکزها یا دوره های حدیث میشه. خب آن چیزی که حق حدیث ادا کنه، یقینا آن چیزی که تقاضای حدیث است عملی شود، نشان بده، وجود نداره. مردم حتی آشنایی نداره به علم حدیث. رای رسول از کجا پیدا میتونه؟ رای رسول بزرگای دین مثل امام بخاری و ترمذی و مسلم و ابو داود و نسائی ابن ماجه و غیرهم رحمت الله علیهم به کمال عرق ریزی جمع کردن، تدوین کردن، کتاب تصنیف کردن، به خاطر که به امت بعدی، به مردمای بعدی آسان باشه. بسیار بزرگای دین ترجمه ها و تشریحات حدیث های پیغمبر کرد. خب لیکن شما برید در یک مسجد یک کتاب حدیث پیدا کنید. امروز شما برای امتحان برید در مساجد یک کتاب حدیث طلب کنید که کتاب حدیث در مسجد وجود داره یا نداره. روز قیامت فرا میرسه، انسان فقط افسوس آرمانی چی را میکنه؟ که یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یا الله، یا افسوس، کاش که امرای پیغمبر رای خدا انتخاب میکردم، امرای پیغمبر روان میبودم. رای پیغمبر حالی موجود نیست. رای پیغمبر مدون شده، در کتب حدیث برای ما تدوین شده و برای ما رسیده. ما باید بخوانیم، مطالعه کنیم، سرش عمل بکنیم. بحث وضویش میایه در حدیث، وضو را مطابق حدیث انجام بده. نماز میایه مطابق حدیث انجام بده. نکاح میایه مطابق حدیث انجام بده. سوگواری و مرگ میایه مطابق حدیث انجام بده. بیع و فروش میایه مطابق حدیث انجام بده. یک گوشه زندگی
اونجا اونطور نیست که تشریح نشده باشه. داخل میشی در مسجد، در حدیث برات میگه چه قسم داخل شو، کدام پایت اول داخل کو، کدام دعا را بخوان، مسجد سری تو چی تعظیماتی داره، حقوق مساجد که در احادیث بیان شده که بیان شوه، حیران میمانی. الله اکبر که ما مسلمان حق مسجد ادا کردیم یا نه. خود شما را قسم میدم کدام روز در سر منبر جمعه از علمای ما آداب مسجد برای ما گفته، تشریح کرده. تعلق و رابطه با حدیث پیغمبر نداریم که آداب برای ما بیان شود که یک مؤمن وقت داخل مسجد میشه چی معامله، چی حق مسجد سری ما داره، کدام حق مسجد برای ماست. امروز مساجد ما مرکزای واکسین است، مساجد ما مرکزای فاتحه خوانی است، مساجد ما امروز ناندهی ولیمه در مساجد میشه. امروز مساجد ما فقط نعوذ بالله برای او اموری است که در دین حتی وجود نداره. اما مسجدی که مسجد نبوی بود برای درس حدیث، یک درس حدیث وجود نداره. ملا امام از 5 وقت نماز میده، درس حدیث نداره. داره؟ شما بگوید داره؟ خیر چی تو خطی پیغمبر روان شد؟ ما این فاصله را چه قسم طی کرده میتونیم، این فاصله را از بین برده میتونیم. بیای دور نیست، حالی هم سری وقت است، برای ما سری وقت است. اگر ما واقعا با حدیث پیغمبر برگردیم، علمای جید در مساجد خود امام بگیریم، از پیشش مطالبه درس قرآن و حدیث بکنیم، بالکل ما باز قطعی قرآن و حدیث رابطه ما تقویت پیدا میکنه، وابسته میشه، همه گپای ما موافق حدیث است و در روز قیامت بازی افسوس بر ما نمیاد. چرا که ما قطع حدیث پیغمبر قدم گذاشتیم. یا ویلتا، ای هلاکتی ما، لیتنی کاشکی لم اتخذ فلانا خلیلا. رای پیغمبر را ترک کردی، بری خود همراه دیگر را پیدا کردی. فلانی را من بری خود دوست نمی گرفتم. کسی که مرا پودری ساخت، کسی که مرا دعوت داد در لیسه مریم، کسی که مرا دعوت داد در سینما، کسی که مرا دعوت داد در بانک سودی، کسی که مرا در مجلس قمار دعوت داد، کسی که مرا برای احیا زنده کردن بدعت‌ها دعوت داد، او را قطعی خود دوست نمی گرفتم. رای پیغمبر را انتخاب میکردم، همراه پیغمبر روان میشدم. کی را پیدا بکنیم؟ چی کسی را پیدا بکنیم که قطعش همراهی بکنیم، که یقینا در زندگی تو همراهی و صحبت از او تاثیرگذار باشه و یقینا زندگی تو زندگی جور شود که تو اظهار خوشی از زندگیت بکنی. همینطور نفر پیدا بکنیم، پشتش بگردیم، ایدینا صراط المستقیم میگیم، صراط الذین انعمت علیهم. بخیر در ترجمه میاد که کدام گروپ و کدام گروه را انتخاب بکنیم، خطش همراهی بکنیم، قدم بزنیم. لقد اضلنی عن الذکر، این دوست خو مرا بسیار بدراهی را نشان داد، خیلی زیاد مرا تباه و برباد کرده، در هلاکت رسانده. خو لیکن بزرگترین تباهی را که برای ما رسانده یک تباهی است. و کدام تباهی است که سرچشمه کلی تباهی هاست؟ لقد اضلنی عن الذکر، مرا از قرآن چی کرد؟ گمراه ساخت. نعوذ بالله. بعد اذ جاءنی، پس از اینکه قرآن برام آمده بود. و کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان تلاش داره که رسوا بسازه، ذلیل بسازه، تلاش از اون نمسته. ما اینطور کسی را دوست گرفتم که او مرا از قرآن منع کرد. ذکر اینجا قرآن کریم است. خب گوشتان آواز کنید. از قرآن کریم کی مرا منع کرد؟ کافرها بدبخت، استعمار امروزی و دشمنای دین آنقدر مهارت دارن، آنقدر هوشیار هستند که بنگی بر الله ما را نمیگه که از قرآن منع شوید. نه، قرآن کریم را خیلی خوب با دیزاین خیلی زیبا چاپ کرده بر ما روان میکنه. خب کدام طریق ما را از این قرآن میگردانه؟ امروز یک شبکه نیست، شبکه تلویزیونی، شبکه اینترنتی، شبکه موبایل، کل شبکه های هستند که ما را از قرآن چی کرده؟ بگه گردانیده. راستی تا نبگه مصروف نیستی؟ در موبایل مصروف نیستی؟ مرا مصروف ساخته موبایل، مرا مصروف ساخته. دیگر خب بگذار. تلویزیون ما را مصروف نساخته، اینترنت ما را مصروف نساخته. این دسیسه های استعمار است که آمده رایسته و ما را از این کتاب الله ناشنا ساخته. یکی خود کافر که کافر است مستقیما ما را از قرآن منع نکرده،
خود معاشره مسلمانایتان ملا صاحب و پیر صاحب پیدا شده تو را از قرآن منع میکنه؟ است یا نیست؟ بگوی. دیروز یکی از برادرها برای من زنگ زده، میگه مولوی صاحب تو در کلمات خود خبیث استعمال کردی در مورد عالم، خبیث استعمال کردی، تو خودت عالم نیستی، چرا همین گپ میزنی؟ ما گفتم ما عالم واقعی را نگفتم خبیث، ما کس خبیث میگم که مانع قرآن میشه صراحتا. نفر روان از طرف ترجمه و از دستش میگیره میگه دور بخو که تو را گمراه میکنه. کافر مستقیما منع نکرده، کافر وسایل و اسبابی را پیدا کرده که باعث شده که تو قرآن مطالعه نکنی، با قرآن رابطه پیدا نکنی، دیگه اسباب و وسایل خو مستقیم منع نکرده. لیکن خدا که عالم میگه و پیر میگه ای از دستی همی کسی که در ترجمه روان است گرفته پس دور داده شد. بس صدها واقعات ما خودم ثبت دارم که نمی قسم کسا پیدا شده و دور داده. اینطور کس خبیث می باشه یا نمی باشه؟ او را چی میکنی؟ کسی که مطلق حکم الله را پنهان میکنه، حق نمیگه. او را الله میگه ان الذين يكتمون ما انزلناه من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خباثت خیلی بد است یا لعنت؟ لعنت الله خیلی بزرگ است. کسی که حقایق میپوشانه او را الله لعنت گفته، او را ملعون گفته. ما گفتم به این خاطر ما گفته، اما کسی که واقعا تو نعمت بزرگ الله برش رسیده خو مردم در تاریکی نگاه کرد به خاطر که حقایق نشناسه، پاچایی خود سرش بکنه، مردم به خود غلام بسازه، بنده بسازه، الله را یاد نکنه، ای را یاد کنه، در عبادت خود در ذکر خود چهره از این را در ذهن خود بگیره. شما بگویی که چطور حال است؟ دعوت به سوی الله نمیده، میگه فلانی ذکر بکو، خود چهره مرا در ذهنت بگی، الله را در ذهنت نگی، چهره مرا در ذهنت بگی. بگوی شما اینطور آدم چطور آدم است؟ کافر منع نمیکنه. خب قرآن اینجا میگه او دوستی که انسان تباه کرده او دوستی است که از قرآن تو را منع کرده. لقد ضلنی عن الذکر، مرا گمراه کرد از ذکر از قرآن بعد از جاءنی، پس از اینکه قرآن بر ما آمده بود. چقدر نیکبختی است. هیچ خلل در زندگی تان واقع نمیشه ان شاء الله. تو در درس قرآن شریف 3 ساعت اینجا سپری میکنی، دکانداری تام میتونی، در مکتبی تام رفته میتونی، در دفتری کاری تام رفته میتونی. خب 3 ساعتی تا به قرآن کریم میری. خب ازمیم تو را منع کرده. لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی، پس از اینکه برای ما آمده بود قرآن. چه موقع خیلی طلایی برای من میسر شده بود، فرصت طلایی. لیکن چطور؟ و کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان نمیمانه که در درجه بالا برسه، سعادت و نیکبختی داده شود، وسوسه های گوناگون میکنه، برات پیش میکنه این قرآن اینقدر کی میتونه کیره ما مطالبش یاد کنه، خیلی وقت کار داره. دیگهش میگه قرآن بسیار سخت کتاب است، کی میتونیم کیره یاد گرفته بتانیم. سوم وسوسه برات میگه نشوه که همونجا در درس قرآن میریم ما را دیگه طرف چپه کنه. خودشان میگه در درسی کی میریم؟ بگه در درسی کی میریم؟ در درس قرآن میریم. خب لیکن ما چی نشویم؟ بگه دیگه طرف چپه نشویم. عجیب نیست؟ الله اکبر. خودش میگه که در درس قرآن بریم. ایره میگه وسوسه های شیطانی. صبحکی شما هم که حرکت میکرده یک دفعه شیطان براتون گفت او در این صبحکی کی میخیزه، این در شاری نو برو اونجا در ترجمه قرآن کریم. خیلی خسته و مانده و زلست، خوابتان پر نیست، باز پسان کارت ناقص میشه، باز خو سرت میه، یک چند دقیقه خو کن. خب ما براتون میگم یک صبحکی به ترجمه قرآن بیا، یک صبحکی خواب بکنه. بعد از او روز شما هر دو روز با هم مقایسه بکنه که نشاط و تازگی و صحت در کدام روز براتون است. در اون روزی که خواب کردی یا در ترجمه قرآن آمدی نشست. این را باید تجربه کنی. خود شیطان خبیث اینمی قسم ما شما را وسوسه میکنه، وسوسه های دیگر. والا این کاری ملا هستم، ما را در ترجمه قرآن جامی آدم هستم، الف ب را یاد ندارم، ترجمه قرآن چی کنم؟ خود شما در 1 ساعت که همینجا نشسته چقدر مطالب در ذهن خود گرفتی بالا کردی ان شاء الله. اما کسی که الف هم یاد نداشته باشه بهره از قرآن میگیره یا نمیگیره؟ این تصدیق از شما میگیرم که بله فایده میگیره یا نمیگیره؟ میگیره، فایده میگیره. این درس قرآن است. هیچ کس
کتاب انزلناه مبارک. این کتاب الله میگه من نازل کردم مبارک است. مبارک چی معنی؟ خیر کثیر داره. کی هست که با این کتاب رابطه کنه و خیر کثیر نورداره؟ خیر نورداره. این کتاب است. خو شیطان وسوسه کرده رویسته. قرآن میگه برای ما، الله تبارک و تعالی برای ما میگه که شیطان برای انسان ذلیل میکنه، انسان خوار میسازه، نمیگذاره تا که تو نیکبخت شوی. و تعالی از مهربانی خود ما را در دنیا خبر داده که ای مؤمنا، ای بندگان ما، در زیر شکایت پیغمبر خدا برابر نکنید. روزی که پیغمبر شکایت کنه و قال الرسول، پیغمبر میگه یا ربی، ای پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن، قوم ما گرفته ای قرآن کریمه، هذا القرآن مهجورا، ترک کرده شد. قوم ما این کتاب الله تبارک و تعالی را ترک کرده. این کتاب سرمایه است برای ازیا، برنامه هدایت است برای ازیا، ذریعه سعادت و نیکبختیشان است برای ازیا. یا را آگاه میکنه از او روزهای هولناک، از او روزهای هیبتناک، از او روزهایی که یک عذاب الله هست. یا را خبر میده خویا کتاب الله را ترک کرده. پیغمبر شکایت میکنه، الله بکنه که ما شما در زیر شکایت پیغمبر نروید. یکی از عوامل شروع کردن ترجمه قرآن کریم ما این نیست که ما در زیر سخن پیغمبر نبیاییم، از او جمله نباشیم که قرآن ترک کرده باشیم کلی عمر، قرآن محجور شده باشه. ابن کثیر رحمه الله ترک کردن قرآن کریم از صورتایش بیان میکنه. ایمان و نه عقیده کردن به قرآن ترک قرآن است. یک. دوم، قرآن کریم نعوذ بالله عمل نکردن ترک قرآن است. ما خو الحمدلله عقیده داریم به کتاب الله تبارک و تعالی، ولی در صورت دوم خود ملامت میدانیم که ما با کتاب الله عمل نکردیم. آیا در این شکایت پیغمبر برابر نمیشیم؟ یا از جمله صورتهای هجران است. سوم صورت میگه هجران یا ترک کردن قرآن کریم را میگه که حتی با کتابای دیگه غیر از قرآن زیاد مشغول و مصروف میشی و قرآن را ترک میکنی. ما کتابای دیگه را بگذار، نعوذ بالله با گناه ها مصروف هستیم، مشغول هستیم کلی رو عمر، شب و روز ما در معصیت نیر میشه. این ترک قرآن نیست. ابن کثیر رحمه الله میگه که بر علیه قرآن کتاب دیگر اگر زیاد مطالعه میکنی، زیاد او را میبینی، زیاد تعلقیت است، یا ترک قرآن کریم است. ما می خاطر میگیم اما دینداری ما کتاب فقه را میخوانه عالی، کلی عمرش در فقه تیر میشه، با قرآن سر و کاری نداره. ما میگیم که بیا در پهلوی فقه کتاب الله را بخوانی، تفسیرم مطالعه بکنی که عقیده ما درست شود. فقه خو بخش عملی ما را بیان میکنه، اما عقیده را بیان نمیکنه. بیا که عقیده ما درست شود. مردم ما را میگه که یا دشمنای فقه است، دشمنای ائمه مجتهدین است. به الله قسم ما دشمن نیستیم ان شاء الله. و محبوبیتی که اما ائمه مجتهدین در قلب ما داره، ان شاء الله در قلب تو نیست. خو لیکن کتاب الله را متروک کردن بکار نیست. در کل عمر مردم برای ما میگه یک شما ملاستید. ما نمیگیم که ما ملاستیم، خو شما را سوال میکنم آیا درس قرآن در وطنتان بود؟ در کدام جای درس قرآن موجود بود که یک چند نفر مسلمان در مو حلقه بشینه؟ خو موجود نبود. دعوت ما است که بیا کتاب الله را محجور نکنیم، بیا با کتاب الله رابطه پیدا کنیم. اگر دیگه اوقات نمیشه، یقینا بندگان خیلی ناقص هستیم. امی ماه مبارک رمضان ماه قرآن است، امیرم یک ساعتی خود خود قرآن بدیم. اگر کلی عمر خود تیر کردیم به خاطر تعمیر دنیای خود، بیا برای تعمیر آخرت خود یک ساعت خوب بدیم. نشویم در این شکایت پیغمبر برابر نشویم. ما در جمله شکایت پیغمبر نبیاییم. الله تبارک و تعالی میگه و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا. بلی موضوع جدید نیست، در تاریخ اینمی قسم حالات تیر شده. کتابای الله پشت سر انداخته شده. در می سوره بقره بخیر بر ما و شما می آید که کتاب الله را یهود الله بیان میکنه که چه عظمت و حکومت برش داده بود، کتاب هدایت برش روان کرده بود، لیکن وا چی کردن؟ کتاب الله را پشت سر انداختن.
فنبذوه وراء ظهورهم، انداختن کتاب الله را پشت سر. اینطور نه که نعوذ بالله کتاب الله را اینطور قلات کرده باشه در پشت سر انداخته باشه، مانا در انواری و در تاق گذاشتن، با کتاب الله دیگه سر و کار نکردن، آرا و نظریات خود دین جور کردن. امروز نیست همونطور، امروز همون قسم حالت است، آرا و نظریات دین است، کتاب الله را کس سوال نمیکنه. الله میگه نمی قسم مگردانیدیم برای هر پیغمبر عدو و دشمنا من المجرمین، از اون مردمایی که سخت گناهگار و تباهکار است، اون مردم ها را دشمن گردانیدیم و تلاش میکنه که با کتاب الله قطعا مردم فاصله بگیره، دور شوه. دانشمند بزرگ امی دنیای حاضر ما، دنیای غرب و کافر ما، در پارلمان اعلان نمیکنه، وزیر بزرگشان میگه که تا وقت دو چیز در بین مسلمان ها باشه ما و شما کامیاب نمیشیم. کدام چیز در بین مسلمان ها باشه؟ یکی کتاب الله تبارک و تعالی و دوم چیسته؟ احادیث پیغمبر. دوم یعنی وقتی که از این کتاب الله بهره میگیره ما نمیتونیم که کامیاب شیم. این قرآن بزرگترین اسلحه مسلمان است، تا که یار از دستش نگیریم به هیچ وجه کامیاب نمیشیم. هر قدر نیرو داشته باشیم، هر قدر اسلحه مدرن و پیشرفتم داشته باشیم. خود شما اگر میتونه که سری معاشره و جامعه مسلمان ها کامیابی حاصل کنه، قرآن از دستشان بگیره دور کنه. و امروز گرفته واقعا دور کرده. قسم بدی به جامعه مسلمان ها، به هر کدامی ما که در خانه ما روزمره صبحکی بعد از نماز خوانده میشه یا نه؟ تلاوت قرآن میشه یا نه؟ یا اول تعلق ما به کدام چیز است؟ بگوی شما. الله دشمن ها را گردانیده. بیایی که ما همین قرآن کریم باز آشنایی پیدا کنیم، مردم خود دعوت بدیم که بیایی این کتاب الله برای ما آمده و کفا بربک هادیا و نصیرا. کافی است پروردگار تو از روی هدایت. اگر الله کسی را هدایت بکنه گپی جداست، و امداد میکنه کسی را که الله نصرت بکنه، خو الله نصرت خود موقوف به این کرده که عمل به قرآن شود. اگر عمل به قرآن نباشه الله هدایت نمیکنه، نصرت نمیکنه. ما تلاش بکنیم انابت پیدا کنیم، خود عاجز بدانیم به قرآن، محتاج به قرآن بدانیم که الله بر ما هدایت کنه. ولی وقتی که ما مستغنی خود میگیم نه دین ما پوره است، چیزی که یاد داریم به قرآن ضرورت نداریم. ریش سفیدای ما در مساجد میگه میزنه میگه ما به ترجمه قرآن ضرورت نداریم، چیزی که از بابا و اجدادی ما باقی مونده امور ما پیش میبریم، دیگه ضرورت نداریم. باعث بالای ترجمه قرآن کریم نمیسته که روزی نعوذ بالله در شکایت پیغمبر برابر نشویم و ما یک کمی رابطه با کتاب الله پیدا بکنیم و بدانیم که یقینا کتاب الله تبارک و تعالی چیست، چی برای ما میگه. دوم باعث بالای ترجمه قرآن کریم و چه عامل است که ما قرآن کریم ترجمه میکنیم، مردم دعوت میدیم. چه عامل است برای ما ادای مسئولیت خود میکنیم. آیت براتون خواندم، الله که کدام چیز واضح ساخته بیان کرده و ما او حامل از او شدیم، فرا گرفتیم. این باعث بالا عزیز که ما ادای مسئولیت بکنیم پیش الله تبارک و تعالی، مسئول نباشیم. نشوه که لعنت الله نه کل مخلوقات، هر چیزی که صلاحیت لعنت داشته باشه او سر ما بیا، نعوذ بالله. چرا حقایق به مردم بیان نشوه؟ چیزی که قرآن بیان کرده به مردم ما بیان کنیم، این مسئولیتی ماست. از همون خاطر الحمدلله در روزی که ما اونجا ترجمه قرآن کریم در پاکستان میکردم، امی آرمان در دلم آمده بود که یا الله اینطور ساعتی باشه که ما در وطن خود کتاب الله تبارک و تعالی را به مردم خود بگویم و ادای مسئولیت بکنم. الحمدلله احسان الله سر ما شده، زیاد احسان کرده که ما بعد از فراغت خود سالی نداریم که ترجمه قرآن نداشته باشم. الحمدلله. و این را ما از یک طرف احسان الله میدانم، از طرف دیگه ادای مسئولیت خود میکنم. ما سر کسی احسان نمیگذاریم، منت نمیگذاریم که برادران ما برای شما ترجمه قرآن میکنیم. ما ادای مسئولیت میکنیم که الله از ما سوال نکنه. این کتاب عظیم الله لا اقل کمترین علم برای تو حاصل شده بود، امور به مردم رساند یا نه؟ پیغمبر علیه السلام میگه بلغوا عنی ولو آیه، از ما برسانی اگر چی یک آیت باشه. ما ادای مسئولیت بکنیم. این باعث ترجمه قرآن کریم ماست. برادرای گرامی و خواهران محترم، یقینا شما این لحظاتتان بسیار قیمتی لحظات بدانید. در عمرتان من خو میگم که خوشبخترین لحظات عمرتان
نیکبخترین لحظات عمرتان همین لحظات است. و من نمیگم، ایرا از زبان مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم براتان میگم. عقبه ابن عامر رضی الله عنه یک صحابی است. ما قبل از رمضان در جمعه در این مورد به خاطر از اینکه مردم دعوت به سوی قرآن بدیم در جمعه امی گپا را گفتیم. عقبه ابن عامر رضی الله عنه میفرما خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم، برآمد پیغمبر علیه الصلاة و السلام یک روز بالای ما و نحن فی الصفه، ما در امون جای نشسته بودیم برنده مسجد نبوی. صفه امون جایی بود که در اونجا یک تعداد از صحابه کرام همیشه نشسته بودند. گاهی تعدادشان در 40، گاهی در 200 می رسید. خود تنها طالب العلم نبودند. در روز آواز جهاد در سنگر بودند. در روز دعوت در بازار دعوت می دادند. در روز درس در حلقه درس بودند. در روزی که کمک برای یک مسلمان میشد باز اونجا در مجلس مسلمان ها حاضر بود. الله تبارک و تعالی و صفات را نصیب ما بکنه. و میگه که ما در صفه بودیم که پیغمبر علیه الصلاة و السلام برآمد بالای ما، فقال گفت ایکم یحب، کدام شما دوست داره ان یغدو کل یوم، که صبحی هر روز بروه الی بطحان او الی العقیق، یا در مقام بطحان بره یا در مقام عقیق بره. دو جای است که در اونجا مواشی و حیوانات فروخته میشد، آورده میشد، به اصطلاح امروزی ما نقاش. کی است که در اونجا بروه هر صبحی بروه در اونجا، خود چی بیاره؟ فیأتی منه، از امون مقام از امون جای بیاره امرای خود، بناقتین کوماوین، با دو شتری که بوکای کلان کلان داشته باشه، او را بری خود بیاره، قطی خود بیاره، فی غیر اسمن، که نه در گناه واقع شده باشه، ولا قطیعت رحم، و نه به قطع شدن رحم باشه. یعنی همین دو شتر به دزدی، به غصب، به این گپا نشده باشه، و نه نعوذ بالله صله رحمی را قطع کرده باشه، که نعوذ بالله به دروغ درم یا ایست که تجاوز حق دیگران را بری خود گرفته باشه، این گپا را نکرده باشه. کدامتان؟ فقلنا یا رسول الله، صحابی میگه عقبه ابن عامر رضی الله عنه که ما با پیغمبر علیه السلام گفتیم که کلنا نحب، تمامی ما این را دوست داره یا رسول الله. ذالک قال، پیغمبر علیه السلام برشان گفت افلا یغدو احدکم، آیا هر صبح نمیره یکی از شما الى المسجد، بسوی مسجد، فیعلم آمده که یاد بگیره، بدانه، او یقرأ یا بخونه آیتین، دو آیت قرآن کریم من کتاب الله، از کتاب الله تبارک و تعالی، از کتاب الله عز و جل. میگه کسی که میره در مسجد و دو آیت میخونه یا دو آیت تعلیم میکنه، پیغمبر علیه السلام میگه خیر له، امی دو آیت تلاوتش یا فرا گرفتنش برای ازو بهتر است من ناقتین، از دو شتر کده، و سی آیت خواندن و تعلیمش خیر له من ثلاث، سی آیت بهتر از سی شتری که بوکای کلان داشته باشه برش بهتر است. و اربع خیر له من اربع، 4 از 4، یعنی 4 آیت تلاوت میکنه از 4 شتر کده بهتر است. و من اعدادهن، و از شماری من الابل، از شماری امی شترها، امو 2 آیت که قرائت کرده و یاد گرفته امی بهتر است. این لحظه ما چقدر قیمتی است. پیغمبر علیه الصلاة و السلام به خاطر از اینکه در ذهن ما بشانه، امر معقوله میگیره، محسوس میسازه برای ما، به خاطر که خوب بدانیم حقیقت امره. برای ما میگه که کدام یکی شما خوش داره که هر روز 2 دانه شتری که بوکای کلان داشته باشه ایره به دست بیاره. شتر چه حیثیت داره در عرب؟ بزرگترین چیز در زمانی که عربا زندگی میکرد، مهمترین و افضلترین چیز شتر بود. چرا؟ شتر، هر کسی که شتر داشت کلی زندگی داشت. چرا؟ وسیله حمل و نقل بود. شیر از پیشش میخورد، پشم از پیشش میگرفت، بار سرش میبرد، و سری چیزی کم خیلی قناعت میکنه، خاره میخوره لیکن خرواری باره میبره. دو دشت و بیابان و سوزان عربستان، نه اونجا موتر داکسن کار میکنه نه کدام موتر دیگه، ریگستانیسته، تباهای مختلف داره، طولانیسته، هیچ چیز در اونجا کارگر نیست و جز از کی؟ شتر. یک خصوصیتش براتون میگم، باز
الله تبارک و تعالی رحم بکنه که ما و شما یقینا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. آیا نمیبینه این بنده های ما به سوی شتر که چه قسم الله ساختمانی از این پیدا کرده، چه ساختمانی الله برش داده. بزرگترین حیوانی که یک هفته و 10 روز آب نخوره و گزاره کنه کدام حیوان است؟ شتر است. دو دشت و بیابانی که من گفتم که موتر حرکت نمیتونه، اونجا ماسبادی است، مثل دشتای فراواره، ریگ باد میشه، موتر گم میشه در ریگ، خاکبات است، هر چیز است. الله تبارک و تعالی به شتر اینطور چشم داده، اینطور پلکای قوی داده که مکمل چی میکنه؟ بگه حفاظت از غبار و گرد میکنه و دمو دشت و بیابان سفر کرده رایسته. دمو یک ماسه است، یک دم ریگ است. الله تبارک و تعالی به شتر اینطور سپلی نرم داده که در هر جای میخوره، جای به جای، نمیلخشه، نه هیچ چیز نمیشه و خارم میخوره. شما بگوید همه چیزش قابل استفاده، از شیر و موی و همه گوشتش قابل استفاده. شما بگوید شتر او وقت برابری تیاری وقت است. ما هر روز میدویم به خاطر از اینکه 100 روپه فایده بکنیم. آیا اگر ما یک آیت بخوانیم یک شتر، بلکه پیغمبر علیه السلام میگه از مجموعات تعداد شترها کرده قرائت 2 آیت و تعلیم 2 آیت بهتر است. این از زبان کیست؟ از زبان مبارک محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است که یک سخنش خطا نیست، نادرست نیست. خیر ما چطور خوشی را اظهار نکنیم؟ ما یک آیت نه به صدها آیت الحمدلله میخوانیم، ترجمهش گوش میگیریم، ما خوش نشویم؟ اگر ما به نیت پاک واقعی، به اخلاصمندی و به اینکه محبت با کتاب الله داشته باشیم در اینطور مجلس ها حاضر شیم، آیا یک قسم شترها را الله تبارک و تعالی برای ما نمیده؟ از این که بهتر برای ما نمیده؟ خیرون گفته بهتر از این که الله برای ما میده. خیر دیگه چی داریم؟ دیگه چی توقع داریم؟ آیا پیغمبر علیه السلام به زبان خود نگفته خیرکم من تعلم القرآن و علمه؟ بهترین شما در بین مجموعه مسلمان ها بهترین شخصیت کدام شخصیت است؟ الله پیغمبر علیه السلام میگه کسی که من تعلم القرآن، قرآن یاد میگیره و علمه، بعد از او به دیگران تعلیم میده. از این که بهتر ساعت دیگه کدام است؟ خود پیغمبر به زبان مبارک خطاب کرده که بهترین شخصیت ها شماست. چطور ما خوش نشویم؟ آیا باز پیغمبر علیه السلام به علی رضی الله عنه میفرماید او چی میگه؟ فوالله قسم به او ذاتی که قسم به ذات الله لأن یهدی بک رجل واحد که هدایت شوه با واسطه تو ای علی رضی الله عنه یک شخصی واحد، این چیز خیر لک من حمر النعم، بهتر است بری تو از شترهای سرخ کرده هم. علی رضی الله عنه امروز سخن میگه، پیغمبر علیه السلام سخن میگه که صبا بیرق در دست یک کسی میدم که الله و رسولش او را دوست داره. هر صحابی صبا میشه خود پیش میکنه که امین نفر ما باشم. پیغمبر علیه السلام علی رضی الله عنه را انتخاب میکنه، بیرق به دستش میده، توصیه ها میکنه به اینی سیستم جنگ کو، اینی کار بکو، اینی آداب جنگ و جهاد. در آخری گپ برش میگه که یک شخصی اگر با واسطه تو ای علی رضی الله عنه جهاد به خاطر از این نمیکنی مال بگیری، مردم بکشی، حکمت تسلطی ثابت بکنی، جهاد تو برای راهیابی مردم است که یک نفر توسط تو هدایت پیدا کنه، از کفر و شرک به عقیده حق برگرده. این بری تو از شترهای سرخ کرده چی است؟ بهتر است. اگر ما تلاش بکنیم عقیده قرآن یاد بگیریم و بعد از ما و شما توسط یک عقیده خود، یک شخصی، یک دوستی خدا عقیدهش درست بکنیم، از شترها کده برای ما درست است یا نه؟ مردم ها خدا فریب میده. یک کسی را گفتم در ترجمه میگه والا ما مولوی صاحب یک کمی تلاوت میکنم. ما برش گفتم که جناب تلاوتی تو در این موقع برابری او ترجمه و رفتن و قدم ماندن قطعا رسیدگی نمیتونه. 1,000,000 سال که توی تلاوت بکنی. یاد داشته باش تلاوت مطلق تلاوت مطلوب نیست در قرآن کریم. تلاوتی که انگیزه چی شوه؟ فهم مطالب قرآن شوه و فهم مطالب قرآن انگیزه عمل چیست؟ سبب تزکیه شوه و تو خود جور کنی و مردم دیگر هم دعوت بدی. اون وقت این فضیلت و مقام بری تو حاصل است، غیر از اون نیست. لیکن افسوس است شیطان دین همین جا وسوسه میکنه، برو باز دی تلاوتی از بین میره. اگر در ترجمه قرآن بری
این گپا را برای ما پیش میکنه. لیکن از این کده افتخار بزرگ کدام است؟ از او خاطر ما این لحظات خود یقینا بسیار خوب میدانیم، فال نیک میگیریم که الله رمضان نارسیده اما تعلق و رابطه خدا با قرآن بسته کردیم. انشاءالله صبا شاید اولی رمضان باشه و آغاز ابتدای رمضان مبارک امام توسط چی باشه؟ ترجمه و تفسیر قرآن باشه. الله توفیق مزید بر ما در طول ما نصیب بکنه و ما را توفیق بده که نه تنها خود اصلاح بکنیم بلکه در صدد اصلاح دیگران هم شویم و ما یک خدمت با قرآن اگر دیگر نمیتونیم مردم را تشویق و ترغیب بکنیم که در مراکز قرآن الحمدلله ترجمه ها در هر جای، در مساجد خیلی زیاد در هر جای شروع میشه، در اونجا مردم دعوت بدیم که بیا در ترجمه قرآن کریم اشتراکت بکنه. انشالله این یک اجر یا صدقه جاریه دائمی برای ما و شماست که بعد از مرگ ما باقی میمانه. الله ما و شما را توفیق بده، توفیق ترجمه را و توفیق عمل بالای قرآن، توفیق خدمت برای قرآن الله نصیب ما بگردانه. این بود مسئله ضرورت یا چرا ما ترجمه قرآن کریم میکنیم. یک سوال باقی میمانه، اکثر مردم ها و مولای صاحبای اعتراض میکنه، خصوصا بالای خواهرها و بالای برادرای عوام ما، کسی که علم حاصل نکرده مسائل و برش میگه که شما که میری عوام هستی ترجمه قرآن کریم برای شما مفید نیسته. این باید کسایی باشه که یک چیزی علم داشته باشه. حتی بعضیشان 14 علم میگن که شرط است برای ترجمه قرآن کریم. سوره جمعه آیت دوم میکشیم، ابی آیت میخوانیم که سوال خوب یاد بگیره جوابشه و به این مردم جواب بگوه که آیا قرآن کریم برای تنها ملاها و مدرسه ها آمده یا قرآن کریم برای همگی عموم انسان ها آمده. در سپاره 28 سوره جمعه میه 62 سورت است، پیدا کرده انشاءالله. در سپاره 28 سوره جمعه آیت دوم نمبر سورت 62 است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی الله ذاتی است بعث فی الامین که فرستاده در بین کسانی که ناخوانده است و نانویسنده است، امی هستند. چی را روان کرده؟ رسولا یک پیغمبر منهم از جنس خودشان. یک پیغمبرم امی است، از امی مردم است، از امی طبقه است. یتلو علیهم که تلاوت میکنه علیهم بالای مردم آیاتی آیات الله تبارک و تعالی را، یعنی آیات قرآن کریم. و یزکیهم اصل مقصد تلاوت آیات محض تلاوت نیست بلکه که ذریعه و سبب برای تزکیه شوه. و یزکیهم یارا پاک میسازه از عقاید باطل، از اعمال زشت، از اخلاق نادرست. و یعلمهم الکتاب تعلیم میده یارا الکتاب قرآن و الحکمت گپای دانش و ضروری دینه. حکمت گپای ضروری دینم میگه و الحکمت تعلیم میده همی پیغمبر امر کتاب الله، الحکمت حدیث خدا یعنی برنامه عملی کتاب الله را. و این کانو اگر چی بودنی مردم من قبل پیش ازی لفی ضلال مبین در گمراهی خیلی آشکارا بودن. خود توسط قرآن اینمی تزکیه حاصل شده. در اینجا الله چی میگه؟ هو الذی الله ذاتی است بعث که فرستاده فی الامیین دبین ناخوانده و نانویسنده. پیغمبر که آمد صحابه مدرسه را خوانده بود؟ کدام پانتون خوانده بود؟ نخوانده بودن، بلکه مردمای صحرا نشین بود. مردمای بودن که کوچکشی داشتن، مردمای بودن که شترها را میچراندن. قرآن در بین امی مردم نازل شده و پیغمبر امی مردم تربیه و تعلیم داده. پس امروز قرآن برای کی است؟ برای همون کسایی که از مدرسه فارغ شوه یا از پانتونا فارغ شوه یا به عام مردم است؟ به عام مردم است. بعثه میگه الله، بعثه بعث برانگیختن میگه از قبر، بالا شدن از قبر، زنده شدن از قبر. قرآن کریم کسی که یاد میگیره مثل که مرده زنده میشه. یقینا همونطور است. انسانی که عقیده درست قرآنی نداشته باشه مرده است. زمانی که عقیده قرآنی را پیدا میکنه یقینا مثل چی وارد میشه؟ زنده وارد میشه. از او خاطر تعبیر به کلمه بعثه کرده. او رسول من هم گفته، پیغمبر که از خودشان است. پیغمبر هم ناخوانده و نانویسنده است. امی بودن در بین ما عیب است. در امت پیغمبر علیه السلام ناخواندن و نانویسندن عیب است. باید هر انسان تلاش کنه، کوشش کنه که خوانده و نویسنده شوه، خواننده و نویسنده شوه.
نه که نعوذ بالله ناخوان نانویسنده باشه. لیکن در شان پیغمبر چی است؟ کمال است. چرا که در یک مدرسه نخوانده، نوشتم نکرده و یک دمی کلام بزرگ الله از دهن مبارکش جاری شود. این اعزاز و چیست؟ معجزه پیغمبر علیه السلام است. این کمال پیغمبر علیه السلام و عزت پیغمبر علیه السلام است. از او خاطر اینجا 4 وظیفه پیغمبر مشخص کرد: تلاوت، که آیات قرآن کریم تلاوت شود. دوم، تعلیم قرآن کریم. سوم، تعلیم حکمت که برنامه عملی قرآن کریم است. چهارم، تزکیه است. تزکیه را اینجا اول ذکر کرده به خاطر از اینکه اصل هدف تلاوت نیست. یک تنبیه و آگاهی به ما میده که محض به تلاوت ها اکتفا نکنه، بلکه تلاوت باید ذریعه برای هدایتتان شود، تزکیهتان شود. اصل هدف قرآن تزکیه است. باید عقیده ما جور شود، عمل ما جور شود، اخلاق ما جور شود. این مقصدش است و این توسط پیغمبر شده. پیغمبر تعلیم داده، پیغمبر تطبیق عملی کرده. تطبیق عملی احکام قرآن به نام حدیث یاد میشه و او مدون شده برای ما و شما رسیده. پس ما نصاب تزکیه ما هم قرآن و حدیث است، نصاب تعلیم ما هم قرآن و حدیث است، نصاب تبلیغ ما هم بگوی قرآن و حدیث است. اگر ما تبلیغ میکنیم از قرآن و حدیث بکنیم، اگر ما تزکیه حاصل میکنیم از قرآن و حدیث حاصل میکنیم، اگر ما تعلیم میکنیم نصاب تعلیم ما کی است؟ قرآن و حدیث است. از او خاطر قرآن و حدیث باید بدانیم. پس این سوالی که مردم میکنه این قطعا بیجا است. الله تبارک و تعالی در اینجا این گپام میگه که ای بنده های ما، با خبر شما آگاه باشید که این صحابه کرام در کدام مستوی و مرتبه فعلا میبینه. این مستوی و مرتبه در اون زمان نبوده، یا مثل شما وار هیچ چیز نمیدانستند، بلکه شما خو خیلی خوب هستی. این مردم در زمانه جاهلیت تیر شده، سخت در گمراهی آشکارا بودن. خامی قرآن بود که انقلاب عظیم در بین ازیا پیدا کرد. این مردم ها عالی سپاسالار شده. الله این عزت برش نصیب کرده که در هر طرف سفر میکنه الله نصرتشان میکنه. این برکتی کی است؟ عمل به قرآن کریم است. پس شما بنده ها هم اینمی قسم عمل به قرآن بکنه. اما مجد و عظمتی که الله در دور اول برای صحابه نصیب کرده به هر ملت نصیب میکنه که نقش و قدم صحابه را پیش ببره و یا توجه خود طرف کتاب الله تبارک و تعالی بگیره، بفهمه و عمل سرش بکنه. الله تبارک و تعالی نصیب ما و شما بکنه. موضوع دوم ما قرآن کریم. قبل از اینکه ترجمه و تفسیر شروع میشه، چیزایی که ضروری است و علما دو تفصیلات و تشریحات داده، مسئله اعوذ بالله گفتن و بسم الله گفتن است. یکی از جمله آداب تلاوت قرآن کریم که ما داخل در قرآن میشیم اعوذ بالله گفتن است. در مورد اعوذ بالله بحثای خیلی زیاد نمی کنیم، کمتر بحث میکنیم، خلاصتر میگیریم. اعوذ بالله گفتن امی کاری ما و شما را به نام استعاذه یاد میکنه، پناه جستن. اول باید این را بدانیم که انسان مجموعه حوایج است. وجود ما و شما یک دم حاجت است. اعضایی که در وجود ماست کلش محتاج است یکی به دیگه خود. اگر ما انسان تعریف کنیم، انسان یک مجموعه حوایج است. خلاص ما به تنفس ضرورت داریم، ما به خوردن ضرورت داریم، ما به نوشیدن ضرورت داریم، ما به روشنی ضرورت داریم، ما به پاکی هوای پاکه ضرورت داریم، ما به حمل و نقل ضرورت داریم، ما به دیدن ضرورت داریم، به شنیدن ضرورت داریم، بگوی به گفتن ضرورت داریم، به جویدن ضرورت داریم، به لب، به تمام اعضا ضرورت داریم. وجود انسان مجموعه حوایج است. امی قدر حاجتایی که انسان داره، کدام چیزی هست که ایره مکمل حاجتای انسان پوره کرده بتانه؟ پیغمبر میتونه حاجتای ما را پوره کنه؟ بعضی جهتای حاجت ما را پوره کرده میتونه. یک سوال برای ما مغلق پیدا میشه در قرآن، صحابه مراجعه به کی میکرد؟ به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صحابه در بعضی مواقع جهات ضرورت به آب کردن که وضو کنه و بخوره، آب موجود نمی بود، کمک آب پیدا میشد، پیغمبر امی ضرورتشان هم به اذن الله پوره میکرد. الله معجزه به طور معجزه آب از انگشتای پیغمبر بیرون میکرد، این ضرورتشان پوره کرد. صحابه ضرورت به دعا میکرد، به استسقا باران نمیشد، می آمدن گفت یا رسول الله مردم ها هلاک شدن، باران نشده.
پیغمبر دستی خود بالا میکرد، الله تبارک و تعالی باران میکرد. یک جهت انسانی را حاجتش خو انسانان پورا میکنه. من ضرورت دارم به روشنی، گروپ کسی اینجا داغ کرده، لین برق پیوست کرده، برابر روشنی شده، اما دیگه حاجتای مرا پورا کرده نمیتونه. پس ذاتی که کلی حاجتای انسان پورا کنه کدام ذات است؟ از همون خاطر است اولین درسی که در قرآن برای ما داده میشه بیان استعاذه است که پناه را به کی ببریم، با کدام ذات پناه ببریم. کی است که پناه داده میتونه؟ و هو یجیر ولا یجار علیه. الله است که پناه داده میتونه و هیچ کس هم در مقابل الله به کسی پناه داده نمیتونه. این میگه استعاذه. مثل که ما در عقیده خود در بخش ازی ضرورت داریم که عقیده ما پاک باشه، در عبادت کسی را شریک نکنیم، در استعاذه و پناه جستن هم کسی را امرای الله شریک نمیسازیم. از او خاطر ما در هر معامله پناه به کی میبریم؟ به الله تبارک و تعالی. از جان خود میگیم؟ نه، مامور شدیم. آخری دو صورتی که قرآن ختم میشه الله چی فرمان به پیغمبر خود میده؟ میگه قل اعوذ برب الفلق. بگوی پیغمبر علیه السلام به امتی تام برسان، این گپ واضح بساز که من پناه میگیرم به رب کی؟ فلق. به رب صبح که چیسته؟ میشگافه. من به او پناه میگیرم، به او ذاتی که صبح میشگافه، تاریکی ها را از بین میبره، یک دم روشنی و سفیدی به بار میاد. آیا میتونیم ما شب روز بسازیم؟ هیچ کسی. پیغمبر میتونه؟ ملک میتونه؟ ولی میتونه؟ قدرت های جهانی میتونه؟ غیر از الله کسی دیگری نمیتونه. غیر از الله. اعوذ بالله گفتن عقیده توحید در استعاذه است. تو باید عقیده داشته باشی که بجز از الله کسی دیگری پناه داده نمیتونه. از او خاطر پناه به الله بده. پس کدام مادری ما که میگه بچم در سفر خوروان است، خیلی خطرناک است، خود تو را به الله و به سخی صاحب سپردیم، به پناه از او دادیم، گپی درست است یا نادرست؟ نادرست است. چرا که پناه دادن تنها و تنها برای کی میشه؟ اگر تا امروز ما همین قسم گپ گفتیم، عقیده را داشتیم، الله برام معاف بکنه، الله قبول میکنه انشاءالله. تو برای ما همینطور بودیم. خب آل قرآن میشنویم، در قرآن برای ما همین درس داده میشه که پناه به کی جسته میشه؟ به الله تبارک و تعالی. اعوذ بالله گفته میشه. از همون خاطر مسئله استعاذه خیلی مهم است. قرآن کریم که شروع میشه اعوذ بالله بعد گفته شود. علما اختلاف نظر دارند که هر مرتبه که قرآن تلاوت میشه اعوذ بالله واجب است یا نه در طول عمر یک دفعه؟ کدام است؟ یا واجب نیست، مستحب است. جمهور علما، اکثریت علما میگه مستحب است. بعضی علما میگه که یک مرتبه در عمر واجب است، دیگه باز مستحب است. خب یک تعداد از علما قائل به است، نما را نمیگیرم که وا میگه هر مرتبه که قرآن تلاوت میکنی واجب است که اعوذ بالله بگویی. قولی ازی تقریبا با دلایل خیلی موافق است. چرا الله میگه و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. یکی احتیاط در قول شام است. اگر ما در هر مرتبه اعوذ بالله بگوییم سری قول کلی علما عمل کردیم و ما ملامت نمیشیم. اگر ما بعضی اوقات بگوییم بعضی اوقات نگوییم، باز به نزد بعضی علما چی هستیم؟ بگوی قابل ملامت هستیم. چرا بعضی علما خو واجب میگه او تو انجام ندادیشه. از دو خاطر حکم اعوذ بالله این همیسته که ما و شما در هر قرائت باید بخوانیم و کسی که قول به وجوب کرده تقریبا قولش احتیاطی است، قرین و موافق با امرای دلایل است. از دو خاطری بهتر گپ است. ما اعوذ بالله را باید بگوییم. چه رقم اعوذ بالله بگوییم؟ در روایات حدیث و همچنان در آیات قرآن کریم آمده استعیذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه هو السمیع العلیم. یا آمده اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفثه. یا آمده برای ما. شیخ البانی رحمت الله علیه بعد از جمع‌آوری احادیث میگه که کاملترین استعاذه این است که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بگوی و بعد از او چی بگوی؟ من هم چیستا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفثه را قطش علاوه بکنی. ای را بگوی چی در نماز باشه چی در وقت تلاوت قرآن کریم باشه، چرا در این کلمات اضافه است و یقینا حفاظت هم میشه. از او خاطری کلمات باید گفته شود.
کسایی که یاد نداره کتابای اذکار در او ذکر شده الحمدلله شما میتونی از او یاد بگیره کتابای اذکار صحیح که از پیغمبر علیه السلام ثابت است. دیگه موضوع چرا اعوذ بالله میگیم؟ ضرورت برایش چی است؟ شروع به تلاوت قرآن و ترجمه قرآن تفسیر و تعلیم قرآن گپی عادی و آسان نیست. گفتیم برای شما که قرآن کریم کتاب مبارک است. به مجردی که کسی به این تعلقه میگیره شیطان نمیخواه که همین بنده به این کتاب الله نزدیک شود، از همون خاطر تلاش میکنه که ما را از قرآن بیگانه بسازه. پس وقتی که ما و شما بخواهیم که قرآن کریم تلاوت کنیم یا تعلیم میکنیم اعوذ بالله بگویم. شیطان دشمنی است که بچه‌شم دیده نمیشه. الله برش قدر تسلط قوی داده که در رگ رگ ما جریان داره. از همون خاطر اگر دشمنی ظاهری می بود ما و شما میتونستیم قطعش مقابله بکنیم. او را قناعت بدی، چاپلوسی برش بکنی، رشوت برش بدی، یک راه را اختیار بکنی. اگر هیچ دیگه نشد در مقابلش جهات اعلان بکنی، مقابله حسی بکنی. اما شیطان اطور دشمنی است که بچه‌شم دیده نمیشه و برگ رگی تو تسلط داره، جریان داره. یگانه ذاتی که یقینا از شر شیطان ما را نگاه کرده میتونه کیسته؟ الله هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تو از شیطان خود نجات میدی، وسوسه های تو دور میشه. چرا در کتاب الله داخل میشی؟ بعد فکر و ذکرت مکمل طرفی کی باشه؟ کتاب الله تبارک و تعالی. دیگه وجوهات هم علما ذکر میکنه. چرا که قرآن کریم ملائک برش حاضر میشه و تو باید شیطان اعوذ بالله را بگوی که شیطان بگریزه. چرا در کدام جایی که شیطان موجود باشه ملائک نمیاد. ارواح خبیثه یعنی اینجا شیطان خبیث است، چیزای پاک که ملائک است اونجا حاضر حضور پیدا نمیکنه. تو که کدام تلاوت میکنی قلب تو مملو از نور قرآن میشه. این نور قرآن میخواد که بعد شیطان نباشه. قبل از این بعد تو شیطان رانده باشی توسط پناه جستن به الله که اعوذ بالله است. دهن تو ملوث شده، گپا و سخنای خیلی زیاد گفته ای. از همون خاطر تو علی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو که دهن تو پاک شود. شیطان که کدام افکار یا نظریاتی را در ذهنت گذاشته او مکمل از بین بره. این وجه عزیزه که ما و شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگویم. آلی سرینمی موضوع که وقتی ما مامور به اعوذ بالله گفتن شدیم قرآن که شروع میکنیم ادبش است که اعوذ بالله بگویم. این اعوذ بالله چی ثمره داره؟ ما چی ثمره و نتیجه را میگیریم؟ ثمره و نتیجه اعوذ بالله گفتن این نیست که ما فقط و فقط پناه به الله میبریم، به کسی دیگری نمیبریم. خب از پناه بردن به الله هر آن چیزی که ما او را سبب و ذریعه پناه میدانیم غیر از الله دیگه چیز نمیدانیم. پس اگر دیگه چیز موجب پناه بدانیم شرک گفته میشه. مسئله تعویذ و دم و این گپا تار هم بر ما در اینجا واضح میشه که آیا ما دم میتونیم یا نه، تعویذ گرفته میتونیم یا نه، تارا را یا کنجتا را در گردن آویزان کرده میتونیم یا نه. سه موضوع است. یکی دم کردن است. دو قسم دم کردن داریم، یکی دم شرعی است و یکی دم غیر شرعی است. دم شرعی او را میگه که توسط آیات قرآن کریم یا دعاهایی که به سند صحیح در حدیث از پیغمبر علیه السلام ثابت شده باشه. اگر کسی یک مریض توسط آیات قرآن کریم و توسط امو اذکار و دعاهایی که از پیغمبر نقل است دم میکنه بالکل درست است، جایز است. خب البته یادتان باشه دم اجازه طلب نداره. الله اجازه کرده، پیغمبر الله اجازه کرده. کسی که میگه که من اجازه دارم و بی اجازه دم کار نمیکنه این گپ غلط است. پیغمبر به کل امت خود اجازه کرده. اجازه دادنی یک الله است. کی است؟ شارع یک الله است. پیغمبر بیانش کرده، برای ما اجازه را تشریح کرده از طرف الله. آیات ها خصوصیت هم نداره که فلانی آیت. بعضی علما تجربه را بیان میکنه که من به تجربه معلوم کردم که اینی آیت خواندم اینی قسم نتیجه داد. این را تجربه میگه. خو یادتان باشه پشتی تجربه هم نگرده. در ذهن مردم وانمود میشه که آیات های قرآن کریم فقط برای دفع نمی مرضا آمده و خیر و خلاص دیگر نه آمده. حالان که طور نیست. قرآن برای شفا است، شفا از عقاید باطله، از اعمال ناشایسته و از اخلاق نادرست. شفا برای عزیز است. آیات های قرآن کریم شکی در اون نیست که الله فضیلت ازش انداخته، موجب شفا برای دیگران هم الله تبارک و تعالی میگرداند. مثل که پیغمبر سوره فاتحه را سوره شفا میگه، در بحث نامه برای ما و شما بیان میشه در اونجا. از همون خاطر
در ذهنتان نگیره که آیتا اینی خصوصیت برای ازی داره. در یک حدیث پیغمبر علیه السلام اینطور نکرده که گفته باشه اینی آیت بخوانه اینی چیز شفا یافته میشه. بله از پیغمبر علیه السلام معوذتین خوانده در گشتم گزیدگی، لیکن برای دفع سحر او را خوانده، چیستا او به نص ثابت است، اما دیگه مرضا را نگفته. همچنان اسمای حسنا را پیغمبر علیه السلام مشخص نکرده که فلان اسم الله برای پورا کردن فلان حاجت است. بله حاجت ها مناسبش است. مثلا کسی رزق نداره تنگ دست است میگه یا رزاقو، یا الله تو رازق هستی، یا رحمانو میگی، اینی طور گفته میتونیم مطابق حاجت خود، اما صفت مناسب الله را. لیکن این را گفته نمیتونیم که تعیین شده از طرف پیغمبر که بله اینی نام اینی قدر بار بگو اینی مشکل تا حل میکنه. با تاسف که یک تعداد علما همچو کتابا را نوشته کرده و مردم به اینمی مصروف ساخته. مردم ها به نیت عبادت اسماء حسنا را نمیخونه، مردم ها به نیت عبادت قرآن را نمیخونه، به نیت اونمو شفا حاصل شدن میخونه، حالان که مقصد قرآن کریم نیست، مقصد اولی و اصلیش. دوم مسئله که یکی دمهای غیر شرعی است. دمی غیر شرعی یعنی چف کردن غیر شرعی او است که به کلمات غیر قرآنی باشه، کلمات قرآن نباشه، و او دعاهایی که از پیغمبر در حدیث صحیح آمده او دعاها نباشه، بلکه به کلمات غیر قرآنی، عربی است خود قرآنی نیست، یا به کلمات عجمی است، یا نعوذ بالله به نام است، اگر نام پیغمبر است، اگر نام به زعم خودشان نام ملائک، یا نام جنیات باشه یا نام کافرها، یا فرعون یا هامان نوشته کرده ده او، یا است که کلماتی را نوشته کرده که هیچ مفهوم و معنا نداره. این دما شرکی است. پیغمبر علیه السلام در یک حدیث میفرماید ان الرقا و التمائم و التولة شرک. دمها و همچنان محبوب ساختن چیست؟ چی تمایم چیزایی که در گردنها اوزار میشه و آن چیزی که سبب محبوب ساختن زن و شوهر میشه توسط جادوها، او را پیغمبر میگه شرک است. چرا؟ به خاطر که تو در اینجا کدام دم که میکنی این دم غیر شرعی است، کلمات قرآن نیست، دعاهای پیغمبر علیه السلام نیست، از او خاطر این دم نارواست. پس دم دو قسم شد، یک روا یک ناروا. مسئله تمائم آمد. تمیمه را آن چیزی که در گردنها میزان میشه این را به نام تمیمه یاد میکنه، اگر کنجد باشه، اگر تار باشه، اگر کاغذ باشه، هر چیزی که باشه. از امو خاطر این تمامیش مکمل حرام است و شرک است. کسی اینطور چیزها را در گردن نکنه و ویزان نکنه، چرا این شرک است. پیغمبر علیه السلام این شرک گفته. بعضی علمای ما تعویض هم در این جمله داخل کرده به خاطر که در گردنها ویزان میکنه و یا اطلاق تمیمه سرش میشه، از او خاطر میگه نارواست. اما بعضی علما در مورد تعویض تفصیل میکنه. تعویض میگه دو قسم است. یکی تعویضی است که بنابر شرایط جایز است، یکی تعویضی است که اگر شرایط پیدا نشد ناجایز است. کدام تعویضی که شرایط داره که رواست کدام است؟ میگه تعویض توسط آیات قرآن یا کلماتی که از پیغمبر علیه السلام ثابت شده باشه، اذکار و حدیث از او کلمات باشه. یک شرطیشی. دوم شرطیشی است که عقیده تاثیر امی کلمات نداشته باشه که امی کلمات مرا نگاه میکنه یا مرا شفا میده، بلکه عقیده بالای کی داشته باشه؟ الله تبارک و تعالی، و این سبب و وسیله بدانه، اصل مؤثر ندانه. دو سوم شرطیشی است که نمیره برای کلانان نباشه، برای خردا باشه، یعنی به بچهای خردی که کلمات خودش یاد کرده نمیتونه، از او خاطر توی را تعویض برش میکنی. چهارم است شرطش که در جاهای گنده و نعوذ بالله نجس نگرده یادم، چرا که پیغمبر علیه السلام نقش مبارک مهرش محمد رسول الله بود. وقتی که داخل تشناب میشد او را چی میکرد؟ از انگشت خود میکشید اونجا میمان. از او خاطر رعایت ادبی امی گپا شود. ولی با تاسف که امروز میبینیم امی چهار شرایط در چهارش تالی را در ذهن مردم باقی نیست. یکی خویسته که یا تعویض برای خردا نمیکنه، خرد و کلانی تعویض میگیره. دوم بمو چیسته عقیده داره که امی تعویض آدم نگاه میکنه. سوم در جاهای خراب میره. او چهارم کلانایی را استعمال میکنه. یک وجه دیگر هم محدثین بیان میکنه که اگر ما تعویض روا بکنیم دروازه برای جادوگرها باز میشه. پیش جادوگر کی بری که چرا جادو میکنی؟ میگه نه ما تعویضی چی نمیکنم، بگه تعویضی برای دندان دردی و گپا را میکنم. از او خاطر برای دروازه بند کردن جادوگرها
باید تعویض بند شود. در حدیث مرفوع از پیغمبر علیه السلام تعویض نقل نشده. تنها در یک اثر یک صحابی است عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه، او برای طفلکای خرد خود دعا را نوشته کرده بود که اعوذ بکلمات الله تامه من شر کل شیطان و هامه و عین اللامه. اینطور کلمات نوشته کرده بود و این برای خردان باید گفته شود اگر قابل تلفظ باشه این را بگوید، چرا که خیلی مفید و تاثیر داره. از او خاطر این مردم ها این شرطا را میگذاره، میگه اگر این شرطا پوره شد تعویض درست است، اگر پوره نشد تعویض نادرست است. خلاصه سخن است که تعویض به هیچ وجه عالی فتوا داده نشود، به خاطر که مردم این آیات را توهین میکنه، تحقیر میکنه و در گناه خود آدم قطع شامل میشه. از او خاطر چیست مسئله چی را تعویض یا بیان کرده. بهتر است که انسان در گردنهای خود تعویضا همین قسم کلمه دارا این چیزا را آویزان نکنه، چرا در جاهای گنده و خراب هم میره. و دوم است که اگر چیست چی میگه کجا رسید، اگر این استعمال میکنه دروازه برای دیگران باز میشه و ما هم نعوذ بالله در این جمله باز شریک میشیم. از او خاطر علما به طور قطعی منع میکنه که تعویض نوشته نشود. راستی هم یک تعداد مردم بعضی کلمه دارا و گپا را در گردن میزان میکنه، او قطع بدن تماس میکنه. تماس قطع بدن از این کلمه آیت الکرسی، سوره اخلاص، هر کدامش که باشه این خو حرام است، قطعا حرام است. و یکی عقیده مردم اکثر داره که این ما را نگاه میکنه، مثل دریورا واره که در موتر خود یاسین شریف افتای کلا را مانده می باشه، عقیده داره که ما را نگاه میکنه. این قطعا نادرست است، صحیح نیست. چرا؟ پناه دهنده و نگاه کننده کیست؟ الله تبارک و تعالی است. دیگه موضوع در مسئله اعوذ بالله است که از چی چیز پناه جسته میشه. وقتی که به الله پناه میبریم اعوذ بالله میگیم، از چی چیز پناه میبریم؟ در دو سورت اخیری قرآن کریم خو اونجا الله تبارک و تعالی در یک سورتش میگه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. اونجا از شر ما خلقم پناه جسته شده، هر چیزی که در مخلوقات شر باشه. و دیگه خصوصا کسایی که سحر و جادو میکنه، دمای غلط میکنه، از اون پناه جسته شده و از حسد هم پناه جسته شده. سه چیز در قل اعوذ برب الناس ملک الناس از شر وسواس پناه جسته شده. در دیگر دعاهای پیغمبر علیه السلام مختلف چیزا آمده. دین آمده که قرض کسی سرش باشه، از فقیری پناه جسته شده، از عذاب جهنم، عذاب قبر، از چی فتنه زندگی، از فتنه مرگ، همچنان از چی، از اینکه گمراه شوی، از اینکه کسی را گمراه کنی، از اینکه جاهل شوی، از اینکه کسی سر تو جهل بکنه، از چیستا این قسم، از خبث و خبائث، از شیطانای ذکور و اناث پناه جسته شده. در مختلف دعاهای پیغمبر علیه السلام کدام چیزایی که از او پناه جسته میشه او ذکر شده. از او خاطر مجموعه از چیستا کدام چیزی که خود ذاتاً شر است و کدام چیزی که ذاتاً شر نیست خود شر قطعش امراست. از کل شرور پناه جستن به سوی الله تبارک و تعالی است. اینمی چیزا که پناه جسته میشه ایرا مستعاذ چیستا منهو میگه. برای کدام چیزا پناه جسته میشه؟ در آیات قرآن کریم برای تلاوت اعوذ بالله گفته شده، برای درسای قرآن کریم اعوذ بالله گفته شده. و کسی که دعوت دین میده اعوذ بالله را بگوید، به خاطری که شیطان خیلی وسوسه ها میکنه، شیطان دفع شود. مستعاذ کی است؟ از کی طلب پناه میشه؟ غیر از الله کسی دیگر مستعاذ نیست. او چیست دیگه مستعاذ منه چیست؟ یعنی از کدام چیزی که پناه جسته میشود مستعاذ منه از او طلب. کی مستعیذ کیست؟ مستعاذ خو الله تبارک و تعالی شد. مستعیذ پناه جوینده ای از پیغمبر گرفته کل بندگان الله تبارک و تعالی است. پیغمبر هم پناه را از الله میخواست و بندگان الله تبارک و تعالی غیر از پیغمبرم پناه را از الله تبارک و تعالی میخواد. این بحث اعوذ بالله ماست. ترجمه شی طور است اعوذ بالله پناه میبرم یا پناه میگیرم به الله تبارک و تعالی من الشیطان الرجیم، از شر شیطان رانده شده. شیطان در اینجا چون خیلی زیاد مداخله میکنه که مردم با قرآن تعلق نداشته باشه، از او خاطر اونجا اعوذ بالله را قرین با امرای شر شیطان
چی است از او هم پناه برده شده که در وقت تلاوت قرآن یا در وقت تدریس قرآن وسوسه میکنه. یعنی چی است؟ یعنی کسی که استعاذه طلب میکنه مستعیذ کلگی است. حتی پیغمبرم در اینجا احتیاجات به الله داره که الله او را نگاه بکنه، بغیر از او خود نگاه کردن نمیتونه. یعنی بخش استعاذه بود که اعوذ بالله در سر قرآن گفته شود. دیگه اختلافات هم خیلی زیاد است، مسائل کوتاه‌تر میگیریم. پس بر ما و شما واضح شد که تعویض هم بهتر است که آدم استفاده نکنه. اگر استفاده میکنه مراعات و شرایط بکنه، در غیر از اون نادرست است. و چیست دم و تارا را کنجتا را در گردن و در دستا کردن، این به طریق مطلق نادرست و نارواست. هیچ کسی کارا را نکنه، الله نگاه کنه. چیزی تارا مارا را در گردن آدم نندازه. بسم الله الرحمن الرحیم دوم چیزی که در درس قرآن کریم پیش از تفسیر برای ما ضروری است، مسئله بسم الله است. در بسم الله الرحمن الرحیم هم تشریح زیاد نمی کنیم. این هم به نزد بعضی علما سنت است و بعضی علما خیلی ضروری میدانه. قول راجح است که سنت است. خب بسم الله چی است؟ آیت هست یا نیست؟ کل علما اتفاق داره که بعضی آیت هست. چرا؟ بعضی آیت سوره نمل است. زمانی که سلیمان علیه السلام خط و ملکه یا پادشاه بلقیس سبع نوشته کرده به نام بلقیس، در اونجا سلیمان علیه السلام در خطی طور نوشته کرده انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. اینی قدر گپ نوشته کرده بسم الله جزء آیت شده، پورا آیت هم نیست. چرا؟ پورا آیت انه من سلیمان قطعش آمده. خب همین جزء آیت هم آنقدر تاثیر بزرگ بالای ملکه بلقیس داره که هیچ چیستا ملکه سبع داره بلقیس که هیچ پرسان نکو. زمانی که خط مشاهده میکنه زنی خیلی هوشیار بوده، درک کرده که خط همونطور خط عادی نیست. از او خاطر مشوره از وزیرا و کلانای خود طلب کرده که چی معامله را انجام بده. وزیرا خود قوت خود دیده، نیروی خود دیده و سنجیده، فکر میکنه که ما خیلی تنومند هستیم، قوت داریم. کسایی که جدید پیدا میشه ما را به کدام طرف دعوت میده و جلوگیری ما را نمیتونه. از دو خاطر مشوری جنگ برش میده. لیکن زن خیلی هوشیار بود، گفت نه طور نمیکنیم. اول امتحان میکنیم که کسی هست که دعوت به سوی دین الله میده یا نه که دعوت به سوی مادیات پرستی میده. سوغاتا را قطع قافله روان میکنه. سلیمان علیه السلام نمیگیره، به قافله میگه که ما زیاد داریم، لیکن ما اینی چیزا را مطالبه داریم. بازو زن فهمیده بود، فهمید که این آدمی نیست که پادشاه باشه منطقه را تسخیر کنه، بلکه این حامل یک پیام است. یک پیام قطعی خود داره، باید ما او پیام بپذیریم اگر معقول بود، اگر نبود نمیپذیریم. از او خاطر قطعی در باریای خود یک بلک لشکر آمد، به سلیمان علیه السلام تسلیم شد و ایمان آورد. این ملکه را الله تبارک و تعالی در قرآن هم ذکر کرده. و آل اینجا هم چیستا بسم الله الرحمن الرحیم در سر قرآن کریم ذکر میشه. آیا این آیت مستقل هست یا نه؟ یک تعداد علما میگه که قطعی هر سورت یک آیت سوره فاتحه هم است. به این نسبت باز آیات های قرآن کریم خیلی زیاد ها میشه. و بعضی میگه نه، تنها از سوره فاتحه جزش است، از دیگه سورت ها جز نداره. یعنی از سوره فاتحه جزش است، 7 آیت در وقتی تکمیل میشه که بسم الله را بگویی. در انعمت علیهم وقف نمیکنی، اونجا همینطور مسلسل روان میباشی، به خاطر که 6 آیت شود یک آیت بسم الله شود. این قولم تقریبا دلایل قوی داره، حدیث آمده. قول دیگه که او خیلی راجح است، او قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، احمد بن حنبل رحمت الله علیهما، و میگه که نه، بسم الله یک آیت مستقل است، برای جدایی آوردن در بین دو سورت نازل شده. از این خاطر این بر علاوه که جزء آیت سوره نمل است، یک آیت مستقل برای فصل جدایی آوردن در بین دو سورت ها است. از این خاطر این آیت مستقل هست. این قول راجع هم است. الله تبارک و تعالی شاید به این مطلب ای را روان کرده باشد. خب دوم مسئله در بسم الله است که بسم الله الرحمن الرحیم که ما میگیم این چی فایده داره؟ الله تبارک و تعالی چرا آغاز ترجمه قرآن کریم هم توسط بسم الله و همچنان تمام اموری ما و شما پیغمبر علیه السلام امر کرده که آغاز شروعش به بسم الله شود؟ چه حکمت است که ما بسم الله را میخوانیم؟ اینی گپ خیلی مهم است. در بسم الله گفتن در حقیقت
اظهار بندگی و عاجزی را به الله تبارک و تعالی کردن است و جور کردن تمام اعمال خود عبادت الله. یعنی یک چیزی که امر طبیعی است لیکن تو میتونی قطع بسم الله او را عبادت جور بکنی و موجب ثواب بگرده. از او خاطر بسم الله اهمیت داره. اول یک نقطه را براتون میگم، از اون نقطه باز کلی گپای دیگر را خود قیاس کرده میتونیم. ما زمانی که برای خوردن میشینیم بسم الله میگیم. چرا میگیم؟ به خاطر که فرق در بین مؤمن و کافر شود. یکی و اظهار عاجزی خود به الله تبارک و تعالی میکنیم. چرا اظهار عاجزی را برای الله میکنیم؟ به خاطر که وقتی ما بسم الله میگیم برای ما واضح میشه که یا الله تبارک و تعالی کدام لقمه ای که ما جور میکنم در انگشتای خود میگیرم میخورم، این اگر احسان تو نمی بود، استعانت و کمک تو نمی بود، من نمیتونستم امی لقمه را بسازم. چرا؟ به خاطر که به خاطر ساختن لقمه تمام کائنات الله تبارک و تعالی دخیل است. فضا دخیل است، آب و هوا دخیل است، آب دخیل است، زمین دخیل است، آسمان دخیل است، آفتاب و مهتاب دخیل است، آینگر بگوی نجارو، نانبایو، آتشو، چوبو، این کلی گپا دخیل است. چرا که یک لقمه را آدم به دست میاره باید زمین بکاری، در اونجا دانه را چی بکنی؟ پنهان کنی، قلبه کنی، بعد از او خوشه بکشه، پس از او اموتر نمو بکنه و بعد از او دانه بگیره، بعد از او خرمن کنی، پس از او بازار کنی، پس از او در تنور پخته شود تا که لقمه برای تو تیار شود. اگر الله احسان نمیکرد، وظایف به هر کس علیحده تقسیم نمیکرد، یک نفر اوله میکرد که تو برو برای خود لقمه نان تیار کن، یک نفر هیچ چیز نمیتونست. امی لقمه نان قطعا تیار کردن نمیتونست. چرا؟ به خاطری که اول خود تو مهارت دیقانی را داری یا نه؟ یوغ از کجا میکنی؟ اسپار از کجا میکنی؟ به گواه ضرورت داری. اگر اون نباشه ماشین قلبه خود ضرورات خیلی زیاد داره. مبلینش از کجاست؟ تیرش از کجاست؟ پرزه هایش از کجاست؟ کی را جور کرده؟ کارخانه از کجا شده؟ کارخانه چقدر وسایل کار داشت؟ او را از کجا کردی؟ آیینش از کجا کردی؟ حالی تو چه رقم میتونی که تو یک لقمه نان جور بکنی؟ کدام رقم کار میتونی؟ برو از یک طرف هم بالکل بیکار باشی. یعنی از یک طرف تو بالکل بیکار. مثلا چیستا یک جهت پخته کردن نان آرد کردن سری تو نباشه، امی دیگر هم میتونی به تنهایی کلی اعمال انجام بدی؟ نه. لقمه که تیار میشه دانه در اونجا میره سالم، الله تبارک و تعالی او را تیغش میکشه، بعد از او تیغ تو دیقان حفاظتش میکنی از مال و از این گپا، بعد از او که کمی کلان میشه تقویت میدی او را، اونمو نقطه را تو قوت میدی، چیستا برش کوٹ میدی، او را تربیه میکنی، نشو نمو میکنی. دا زرد شدنش، دا پخته کردنش ام آفتاب دخیل است، ام مهتاب دخیل است، ام هوا دخیل است، ام آب دخیل است، ام زمین دخیل است. کلی از یک نفر نمیتونه یک لقمه را جور بکنه. خو الله تبارک و تعالی استعدادا را متفاوت پیدا کرد، هر کس مطابق استعداد برای خود وظیفه انتخاب کرد. یکی نجاری میکنه، یکی موتر چالان میکنه، یکی تیل فروشی میکنه، یکی مبلینه، یکی مستریس میندازه. اینا الله تبارک و تعالی بینمی سیستم حاجات انسانی را یکی با دیگه مربوط ساخته و چیستا یک لقمه جور شدن برای انسان سهولت و آسان شده. چرا که هر کس در وظیفه خود امر خود پیش میبره تا که لقمه جور میشه. پس اینجا معلوم میشه که مسلمان وقتی در بسم الله میگه در وقت لقمه خود اظهار ازیره میکنه که یا الله تبارک و تعالی اگر تو احسان نمیکردی، استعانت و کمک نمیکردی، ما این کامیابی برام حاصل نمیشد. یعنی این لقمه برای ما جور نمیشد، این طعام قابل استفاده برای ما نمیشد. خود تو احسان کردی، مردم معذف کردی. کافران هم لقمه را میخورن، مومن لقمه خدا یک دم عبادت کرد. چرا؟ اظهار عاجزی کرد و این اعتراف کرد که الله ما توان نداشتم، احسان توست. این لقمه را که ما میخورم این احسان توست، من خودم توانایش نداشتم. از او خاطر تو اظهار بندگی کردی. کافر نمو قسم شروع کرده، نمیفهمه که لقمه را کی جور کرده، به احسان کی جور شده. از امو خاطر است که فرق بین کافر و مؤمن بین یک بسم الله گفتن میشه. حالی اگر ما بخوایم تمام شؤون و امورات زندگی خود عبادت جور کنیم، فقط بسم الله. بسم الله ایمانا
که ما الله را فراموش نکردیم. اگر ما از خانه میبریم بسم الله، اگر داخل میشم بسم الله، مسجد داخل میشم بسم الله، میبریم چی؟ بسم الله. همه حرکت ما، کردار ما آغاز یا شروعش توسط بسم الله شده. از او خاطر کلی حرکت و فعل ما را الله تبارک و تعالی در چی حساب میکنه؟ بگوی الله تبارک و تعالی احسان کرده، در عبادت حساب میکنه، الله برات اجر میده. پس وقتی که در عبادت حساب میکنه توسط یک بسم الله گفته میتونیم که بسم الله خاک زر میگردانه نمیگردانه؟ بله، اگر خاک باشه زر میگرده. یک انسان تنها و تنها نعوذ بالله دور از مسجد در قضای حاجت میره، لیکن قبل از اینکه داخل تشناب میشه در یادش میاد پیغمبر علیه السلام چی گفته؟ اول بسم الله گفته، بعد از چی گفته؟ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. امور طبیعی تو عبادت جور میشه، الله برات اجر میده. تو انسان الله آگاه میسازه، تو اظهار عاجزی میکنی که یا الله ما بنده توستم، در اینجا بنده توستم، در بازار که دکان دروازه شواز میکنم من بسم الله میگم، اونجا بنده توستم، در مسجد که میرم من بسم الله میگم بنده توستم، در هر معامله خود بنده توستم. معلوم شد که مؤمن چقدر نیاز و ضرورت به کی داره؟ به بسم الله داره. او بدون استعانت و توفیق الله هیچ کاری شده میتونه؟ بگه شده میتونه؟ نمیتونه. از او خاطر مفسرین نوشته میکنه که با برای استعانت است. اگر با را برای استعانت بگیریم معنایی میشه که الله ما را مامور میسازه قولوا بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بگوی با کمک و استعانتی که نام الله تبارک و تعالی هر کاری را که اراده داری شروع میکنه. یعنی ما مامور هستیم که در شروع هر کاری خود به نام الله تبارک و تعالی شروع کنیم و بسم الله بگوییم. پس مؤمن به بسم الله بسیار نیاز داره و بسم الله است که هر عمل از زیر عبادت جور میکنه، موجب ثواب میسازه و توسط از اظهار بندگی و عاجزی برای الله تبارک و تعالی میشه. از همون خاطر است که مؤمن در کل شؤون زندگی خود به کی ضرورت داره؟ بسم الله. خواب میکنی، اگر از خواب بیدار میشی، اگر در کدام چیزی دست میزنی، کلی از این بسم الله است. از او خاطر بسم الله از فواید دیگری که داره است. کسی که شب باشه آب میپرته، از بیرون از خانه میشی، قدم میگذاری، در ویرانه ها و در جاهای خرابه میری، اگر بگوی باز دیگه کلی چیزا مسئول میشه، جنیات منیات در اونجا آمده نمیتونه. از همون خاطر از پیغمبر علیه السلام میگه شام وقتی دروازه تانم پیش میکرده چی باید بگوی؟ بسم الله بگوی. حتی زن سیاسر زمانی که سرپوش دیگ خدا سر دیگ میگذاره چی باید بگوی؟ بسم الله بگوی. شیطان در اونجا باز چی نمیتونه؟ بگوی داخل شده نمیتونه. در یک موقع پیغمبر علیه السلام سری چیز سوار بود، سری شتر یا اسب سوار بود. او یک کمی چی کرد؟ ما ټکور میگیم، یعنی پایش بند شد قریب که حیوان پیغمبر علیه السلام بندازه. باز یک صحابی گفت که چی هست؟ لعنت سر شیطان باشه، تعس الشیطان، هلاک باشه شیطان. پیغمبر علیه السلام میگه که گپ نزن، این طور گپ نزن. چرا؟ وقتی که طور گپ بزنی شیطان دیگه هم قوی میشه، دیگه هم خوش میشه. کسی کو مردم ها از ما حراس داره و مرا میگه که هر کار شیطان میکنه. نه، شما وقتی که طور گپ میشه بسم الله بگوی، به خاطر که وقتی بسم الله را میگه شیطان آنقدر ذوب میشه، خرد میشه که دیگه چیزی باقی نمیمانه. از همون خاطر است اگر حتی مسئله بسم الله در بسیار امور زندگی ما و شما در دعای اذکار آمده که در اونجا بسم الله گفته شده و او را یاد بگیریم. ثمره و نتیجه بسم الله گفتن چیست؟ توحید در استعانت. ما در طلب کمک خود فقط و فقط کمک از کی میخوایم؟ از الله که در ایاک نستعین انشاءالله تشریح میشه. البته این استعانت ما تحت الاسباب نمیگه، چی را میگه؟ ما فوق الاسباب. در اینجا استعانت تنها از الله تبارک و تعالی طلب میشه، نه از کسی دیگه. پس وقتی کمک در بسم الله همین درس برای ما داده میشه که ما کمک از الله طلب بکنیم. خیر چرا مردم ما از قبرها طلب میکنن، از بزرگا و اولیاء طلب میکنن؟ اینجاست که قطع بسم الله عقیده تو در تکر میشه اگر حقیقت بسم الله را ندانی. بای بسم الله که برای استعانت شوه معنی میده که خاص به نام الله تبارک و تعالی چی میکنیم؟ بگه استعانت طلب میکنیم، کمک طلب میکنیم. یک موضوع. اگر باره برای الصاق بگیریم یا مصاحبت پیوست بودن، معنیش این میشه که ما فقط و فقط به نام الله پیوسته هستیم، از غیر الله مکمل چی کردیم؟ بریدیم.
اونو وقت توحید آدم کامل میشه که به یک الله پیوست شوی، یعنی فقط رابطه تا با الله قایم بکنی، اونو وقت تو کامیاب و رستگار میشی، موحد بزرگ میشی. اگر نیکی به یک الله پیوست نشده ای، رابطه تو با غیر الله تبارک و تعالی است، الله رحم بکنه. مثل مسلمانان امروز باره هم با الله رابطه داره، نماز میخونه، خو لیکن در وقت مشکلات و حاجتها به غیر الله آواز میده، قبرها را طواف میکنه، نظر به نام دیگران میکنه. از او خاطر چیسته او باز عقیده توحید خالص نداره. الله برش رحم بکنه اینطور مردم را که درک بکنه. بسم الله برای ما و شما این درس میده که توحید در الصاق یا پیوست بودن به الله. سوم معنا با برای تبرک است. الله تبارک و تعالی امر میکنه که شما شروع کنید در حالی که برکت حاصل کردنی باشه، چیست بالای نمی پول که برکت حاصل کردنی باشه با نام های الله تبارک و تعالی. از همون خاطر با برای برکت است دیگه. معنی طور میشه که ما تبرک حاصل میکنیم تنها به نام الله تبارک و تعالی، نه به نام های کسی دیگره. از او خاطر برکت حاصل کردن توسط نام الله تبارک و تعالی میشه، یعنی به خاطر که در نام های الله خیر کثیر است، ما مامورم به او شدیم. در بسم الله یعنی توحید را برای ما نشان میده. بسم الله را چرا از کل قرآن کریم پیش ذکر میکنه؟ علما در این مورد میگه که خلاصه قرآن کریم مکمل در حوامیم 7 است. کدام صورت هایی که اولش حامیم داره دو است. بعد از او خلاصه قرآن کریم در سوره فاتحه ذکر است، یعنی به طریق اجمال کل مطالب و مقاصد قرآن در سوره فاتحه است. و بعد از او به طریق خیلی اجمال همین مطالب سوره فاتحه در بسم الله الرحمن الرحیم ذکر است. دو وجه برشان بیان میکنیم که چه رقم بسم الله تمام مضامین قرآن در او ذکر است. امام رازی رحمت الله علیه یک مفسر مشهور است، اگرچه تفسیرش میگه که کل شی در او است، تفسیر در او نیست، جامع خشک‌تر است، اما چیز جمع کرده. خو لیکن در تقسیم مضامین قرآن خوب طرز العمل داره. و میگه کدام صورتایی که به الحمدلله شروع میشه مضمون قرآن هم شروع میشه. مضمونی که از الحمدلله تا سوره انعام است، در اینجا مضمون خالقیت الله بیان میشه. در چی است؟ از سوره انعام تا سوره کهف مضمون چی؟ تربیت الله، که تربیت دهنده الله تبارک و تعالی است. از سوره کهف تا سوره فاطره مضمون چی؟ احوال قیامت بیان میشه. البته او دو جز داره، یکی نفی شفاعت قهری است، از او خاطر در سوره فاطر بیان نفی شفاعت قهری است، در صورت دیگهش چیست؟ احوال قیامت بیان میشه. احوال قیامت شامل بسیار موضوعات است. امی 4 موضوع در سوره فاتحه است. الحمدلله در اینجا مسئله خالقیت بیان شده، در رب العالمین موضوع تربیت است، در الرحمن الرحیم موضوع رزاقیت است، و در مالک یوم الدین موضوع احوال قیامت است. در موضوعات موضوع رزاقیت نگفتیم، راست میگه. از سوره کهف تا سوره فاطره موضوع رزاقیت یعنی رحمان الله تبارک و تعالی است. روزی را او داده، الله تبارک و تعالی کسی دیگر روزی داده نمیتونه. از همون خاطر است که 4 موضوع در سوره فاتحه آمد. هر 4 موضوع در بسم الله الرحمن الرحیم است. بسم الله که گفتیم به نام الله شروع میکنیم، یعنی خالقم الله است. یکی. خب دوم موضوع تربیت در بسم الله الرحمن الرحیم در رحمان ذکر شده، چرا که تربیت و رزاقت هر دویش یکی با دیگر لازم است. تربیت یک کسی وقتی میشه که تو تربیت جسم و روح هر دویش بکنی، و تربیت روح توسط رحمان شده. و همچنان در اینجا مضمون برکت هم است، چرا که مضمون برکت هم است به خاطر که در الرحیم الله تبارک و تعالی برکت هم بنده ها میده. و مضمون آخرت هم در کلمه رحیم ذکر شده، چرا که در اونجا رحم الله خاص است برای مؤمنان، برای کفار نیست. پس در حقیقت موضوعات سوره فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم ذکر شده به طریق اجمال. از او خاطر بسم الله را قبلا هم ذکر میکنه. دوم است که تلاوت قرآن یا ترجمه و تفسیر و تعلیم قرآن یکی از امور خیلی مهم است. در این جگه استعانت الله، توفیق الله نباشه، دیگه هیچ انسان کامیاب شده نمیتونه، چرا که برکت الله تبارک و تعالی مندازه. و بسم الله الرحمن الرحیم از همین خاطر در اول سری قرآن کریم گفته، به خاطر که ما استعانت از الله تبارک و تعالی طلب کنیم، چرا که ترجمه قرآن کریم یا درس قرآن هم بدون استعانت الله تبارک و تعالی نمیشه. سوره فاتحه را شروع میکنیم. در سوره فاتحه
قبل از اینکه ما و شما بیان بکنیم که سوره فاتحه تفسیر و موضوعاتش چی هست، فضیلت یا مقام سوره فاتحه را بیان میکنیم. سوره فاتحه افضل ترین سورت هاست. یقینا در مورد فضایل سورت ها احادیث مختلف میاد، بعضی احادیث خیلی ضعیف هم می باشه، لیکن در مورد سوره فاتحه احادیث خیلی قوی وجود داره که مقام و منزلت سوره فاتحه را برجسته می سازه. سوره فاتحه یکی از جمله فضیلتایش یا اهمیتش اینمیسته که در اول سری قرآن کریم ذکر میشه و ایرا الله تبارک و تعالی در نماز ضروری کرده که هر رکعت نماز باید سوره فاتحه خوانده شود. از امو خاطر است اگر یک انسان کل قرآن کریم در نماز خود بخونه سوره فاتحه را نخونه نمازش نمیشه. اما سوره فاتحه کفایت برای دیگر است، از او خاطر اهمیت بیشتری داره. دیگه است که سورتی است که دو مرتبه به نسبت بعضی روایات نازل شده، یک مرتبه در مکه و یک مرتبه در مدینه منوره. از نامایش معلوم میشه فضیلت این سورت که چقدر نامات داره و هر نام دلالت بالای یک فضیلت و مقام و منزلت سوره فاتحه داره. سوره فاتحه پنجم سورت است که به طور مجموعی و کلی نازل شده، پنجم سورت است. اگرچه به طور مجموعی اول سورت است که نازل شده، اما در اصل نزول خود که دیگه آیات ها از این پیش نازل شده، این در مرتبه پنجم قرار داره. بعد از قبل سوره سوره فاتحه قبل سوره لهب و بعد سوره مدثر نازل شده. دارای 22 نام است که ما از نامای از این فضیلت این سورت برای ما خیلی خوب واضح میشه. یک نام این سورت به نام سوره فاتحه یاد میشه. فاتحه از دو معنا داره، به معنای غلبه و گشادن و هر دو معنا مناسب سورت است. اگر معنای گشودن بگیریم، فاتحه را به خاطر فاتحه میگه از دو وجه، یکی آغاز تلاوت یا شروع قرآن کریم از همین سورت میشه، پس گشودن قرآن کریم توسط این سورت میشه، از او خاطری سوره فاتحه میگه. یا گشودن به خاطر میگه که هر کسی مطالب و معانی و مقاصد سوره فاتحه را یاد بگیره، دروازه گشوده میشه به علوم قرآنی دیگه، یعنی دیگه علوم قرآن کریم برای فراگیریش خیلی آسانی نصیب میشه. یا فاتحه از فتح از غلبه گرفته شده، فاتحه را بر خاطر فاتحه میگه که هر کسی مطلب و مقصد سوره فاتحه را بدانه، مثل که سر کل قرآن کریم غلبه حاصل کرده باشه. یکی یا است کسی که مطالب سوره فاتحه را یاد بگیره، در مقابل دشمن بالکل غلبه حاصل کرده. دشمن نمیتونه این آدم منحرف بسازه از نگاه عقیده و عمل. کسی که واقعا مطلب و مقصد سوره فاتحه را فرا بگیره، از او خاطری را به نام سوره فاتحه یاد میکنه. یا مقام و منزلت سوره فاتحه را خیلی بالا میبره. سوره را به نام سوره حمد هم یاد میکنه. حمد ثنا گفتن الله را میگه. در اینجا ابتدا و آغاز توسط حمد شده که میگم الحمدلله، یعنی در اینجا صفات کامل یا ثنای کامل الله تبارک و تعالی گفته شده. رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، کلش صفاتای الله تبارک و تعالی است. از او خاطر سورت به نام سوره حمد میگه. این سورت به نام سوره شکر هم یاد میکنه. چرا؟ به خاطری که شکر سپاسگزاری یا قدردانی یک کسی را که نعمت بری تو کرده، احسانی که بری تو کرده، تو قدرش میکنی، این را به نام شکر یاد میکنه. این شکر سه قسم است. یکی که در دل تعظیم یا بزرگواری کسی را داشته باشی، این را شکر قلبی میگه. یکی که به زبان خوبی از او را بیان کنی در پیش مردم، این را شکر لسانی میگه. یکی است که توسط اعضای، مثلا توسط دست پایپوش از او را جور میکنی، قدرش میکنی، این را به نام شکر چیست اعضا میگه. خب بزرگترین مرتبه از شکر زبانی است. چرا که زبان وقتی که توسط لسان تو ثنا و صفت یا قدر کسی را میکنی، این خیلی واضح است، مردم هر کس درک میکنه، معلوم میشه، برش خبردار میشه. از او خاطر شکر لسانی قوی است از دیگه شکرها کرده. شکر قلبی به الله معلوم است. تو که قدر و منزلت کسی را در دل داری، غیر از خودت و الله دیگه کس چیسته معلومات نداره. او شکر عملی گاهی وقت از خود آدم پنهان می باشه. تو قدر مرا کردی، من ندیدم که پای پوش مرا تو برابر کردی. از امو خاطر این مرتبه شکر در مرتبه شکر لسانی نمیرسه. در شکر لسانی مخاطب آگاه میشه، خوبی از او را تو بیان کردی، مدحش کردی، از او خاطری
بهترین مرتبه شکر است. از او خاطر این سوره را به نام سوره شکر هم یاد میکنم. سوم نامی از این سورت به نام سوره صلات میگه. سوره صلات به خاطر میگه که پیغمبر علیه السلام در یک حدیث که حدیث قدسی است از الله تبارک و تعالی نقل میکنه. الله تبارک و تعالی میفرماید قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین. من نماز دو نصف کردم در بین خود و در بین بنده ما. یعنی یک حساب برای ما است، یک حساب برای بنده است و یک حساب مشترک است در بین ما و از او. از الحمدلله تا مالک یوم الدین از صفاتای الله است. از در ایاک نعبدو و ایاک نستعین مشترک است. ایاک نعبدو خاص عبادت برای الله تبارک و تعالی است و ایاک نستعین بخش بنده است که از الله طلب امداد میکنه. بعد از او بخش بنده میشه اهدنا الصراط المستقیم. از همون خاطر الله میگه که هر چیزی که بنده از ما میخواه ما او را قبول میکنم، یعنی میپذیرم برش میدم. از او خاطر این صورت به نام صورت صلات هم یاد کرده. معلوم شد که مراد از کلمه صلات سوره فاتحه بوده که الله تبارک و تعالی گفته که من نماز دو تقسیم کردم، یعنی سوره فاتحه را دو تقسیم کردم در بین خود و بنده ما. از او خاطر را سوره صلات هم میگه. سوره شفا میگه. عبدالملک ابن عمیر به طریق ارسال نقل میکنه از پیغمبر علیه السلام یک حدیثه که میگه فاتحه الکتاب میگه شفا از برای کل درد و دواسته. فاتحه الکتاب کتاب شفاء من کل داء. فاتحه الکتاب شفا است از هر نوع درد و بیماری. معلوم شد که سوره را به نام شفا به خاطر میگه که یام ذریعه شفا برای هر درد است. از او خاطر سوره شفا هم میگه. و سوره رقیه برش میگه. سوره رقیه دم کردن میگه. توسط از این صحابه کرام مختلف مرضا را دم هم کرده. در یک روایت که از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت است او میفرماید که ما در یک سفر بودیم، در یک منطقه رسیدیم و مردم طلب چیزی را کردیم و برای ما ندادن. خو ناگهان کسی از کلانایشان مار یا گشتم گزید و او مردم آمدن از ما طلب کردن که کسی دم کننده در این موجود است بینتان یا نه. ما گفتیم که همونطور دم نمی کنیم تا وقتی که اجرت برای ما ندی. بازمو بودن که آماده شدن، مردم مالدار بود، 1 گرم مال از پیش از یا خواستیم. بعد از او توسط سوره فاتحه او را دم کردیم، جور تیار شد. زمانی که پس آمدیم در گرفتن مال هم اختلاف بود در بین صحابه و پیش پیغمبر علیه السلام آمدیم، موضوع را برش یادآور شدیم که ما خود مقابل دم کردن اینمی مال گرفتیم. پیغمبر علیه السلام ما را تمجید کرد، تایید کرد و گفت که ان حق ما اخذتم به اجرا کتاب الله. لایق ترین چیزی را که شما در مقابلش مزد گرفته او کتاب الله تبارک و تعالی است. چرا؟ رقیه یا دم کردن موضوع علاج است، مثل که یک دکتر تداوی میکنه. از او خاطر پول در مقابل از او گرفتن درست است. یکی در مقابل تلاوتی که برای ثواب میشه در مقابل از او پول گرفتن، او به اتفاق علما هیچ کسی هم نیست که حرام برش نگویه. قاری صاحبایی که در تراویح ختمه میکنه و در مقابلش پول میگیره حرام است. کل علمای را حرام گفته، اجماعی است، در این کدام چیز دیگری نیست. از او خاطر قاری صاحبا باید پول نگیرن، خاص به خاطر رضای الله تبارک و تعالی همین چیز تراویح بدن، ختم قرآن بده، درست بده. و همچنان بعضی مردم اینجا حیله بازی میکنه، میگه ما در مقابل نماز فرضم جماعتش بده باز ما پول میدیم، یا ایره در مقابل وقتی که در اینجا مصرف میکنه در مقابل وقتش میدیم. ایره میگه حیله ها در دین نیست. چرا؟ اگر همی قدر وقت در یک ماه دیگه مصرف کنه همی قبول برش میدی، گاهی هم نمیدی. از او خاطری حیله ها به درد نمیخوره. قرائت یا تلاوتی که برای ثواب باشه سر از او پول گرفتن نادرست است. اینجا که صحابه گرفته در مقابل علاج است دم کردن و سوره فاتحه را دم کرده بودن و پیغمبر علیه السلام گفت که شما را کی فهمانده بود که سوره فاتحه شفا است، یا شما را کی دانانده بود که بله این دم شوه جور میشه. از همون خاطر است که سوره فاتحه واقعا سر هر مرض بعد دم شوه ان شاء الله الله تبارک و تعالی شفا میده. این نام دیگهش است. یک نام از این به نام واقعه یاد میشه. از وقایه یعنی حفاظت کردن گرفته میشه. واقعه به خاطر میگه برش یک کسی را به نام سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه که از جمله تابعین و محدث بزرگ است، او میگه واقعه از وقایه گرفته شده. وقایه به خاطر سوره فاتحه را وقایه میگه که از هر قسم لغزشا، اگر در بخش عقیده است، اگر در بخش عمل است، اگر در بخش اخلاق است، در هر نوع لغزشا
انسان نگاه میکنه، حفاظت میکنه، به شرطی که سوره فاتحه را مطلب و مقصدش آدم بدانه. از او خاطری را واقعه میگه. و بعضی مردم ها این صورت به نام کافیه یاد میکنه. کافیه این معنی که کفایت میکنه، ضرورت به دیگه چیز پیدا نمیشه. یحیی ابن کثیر رحمت الله علیه که یکی از جمله محدثین و تابعین است، او میگه این کفایت میکنه از دیگه قرآن کریم. دیگه قرآن کریم از سوره فاتحه کفایت نمیکنه. چی معنی؟ اگر سوره فاتحه را مطلب و مقصدش درک کردی، هیچ ضرورت اگر دیگه به مطالب قرآن هم نداری که تو یاد نداشته باشی. چرا؟ اگر سوره فاتحه را با وجه درست مطلب و مقصدش فهمیدی، بالکل گپی تو کفایت میکنه برات. اما دیگرها را اگر یاد بگیری، سوره فاتحه را یاد نگیری، برای تو کفایت نمیکنه. این سوره به نام سوره کنز یاد میکنه. کنز مو خزانه است که یک کسی دفن میکنه به خاطری که آینده اولادایش را بکشه، از او استفاده بکنه. این را به نام کنز یاد میکنه. سوره فاتحه هم کنز است. چرا؟ به خاطری که کل مضامین قرآن کریم در ضمن خود مثل که در یک معدن مانده باشی، امو قسم نهاده. از او خاطری سوره را به نام کنز هم یاد میکنه. و همچنان سوره وافیه برش میگه، وفا پورا کردن میگه. این سوره فاتحه پورا کننده است تمام مقاصدی که قرآن داره. از او خاطری را وافیه هم میگه. دیگه این صورت به نام اساس القرآن یاد میکنه. اساس تهداب میگه. او سوره فاتحه تهداب قرآن است. کل دیوالا و موره ها سری تهداب زده میشه. یعنی کسی که داخل مضامین قرآن میشه بعد از سوره فاتحه شروع بکنه. و کل احکام قرآن کریم بنا شده سری مضامین فاتحه. چرا که مضامین فاتحه یک دم تشریح عقیده و تصحیح عقیده است. از او خاطر سوره فاتحه هم اینمی قسم اساس قرآن کریم است. اساس یا ام القرآن هر دویش یک معنا داره. ام القرآن یا ام الکتاب. ام الکتاب هم آمده یک نامش و ام القرآن هم آمده. هم اصل میگه اصل قرآن یا اصل مرجع قرآن. بالای سر یعنی تراقی سرم میگه به خاطری که کلی رگای اعصاب در اونجا جمع شده. مادرم میگه به خاطری که طفلش طرف از او رجوع میکنه. کل مضامین قرآن کریم رجوعش طرف سوره فاتحه است. یعنی اجمالا مضامین در اینجا وجود داره. از او خاطر ام الکتاب یا ام القرآن می نامه شد. همچنان یک نام خیلی مهم سوره فاتحه به نام تعلیم المسئله یاد میشه. تعلیم المسئله این معنی که ما طریقه سوال از الله تبارک و تعالی یاد میگیریم که چه قسم از الله بخواهیم. الله تبارک و تعالی در سوره فاتحه امی روش سوال کردن برای ما یاد داده. در سوره فاتحه اول ثنا و صفاتای الله تبارک و تعالی ذکر شده که را میگیم توسل به اسما و صفات الله تبارک و تعالی. و هر دعایی که انسان میکنه باید توسل به اسما و صفات الله بکنه. دعاهای قرآنی مکمل توسط اسما و صفات الله توسل شده. بعد از او ایاک نعبد و ایاک نستعین اظهار عاجزی و اعتراف بندگی است. این را میگه یوم توسل مشروع است، توسل به عاجزی را میگه. دو قسم توسل در سوره فاتحه در اول ذکر شده. بعد از او مطلبی خیلی مهم خدا بعد آدم بخواه، آن مطلبی که یقینا رول داشته باشد در زندگی انسان. از او خاطر اینجا الحمدلله رول مهمی که داره هدایت است. اهدنا الصراط المستقیم از الله تبارک و تعالی آن چیزی که خیلی اهمیت داره برای بنده اونمور از الله تبارک و تعالی طلب میکنیم. بخش اهدنا الصراط المستقیم تشریح میکنیم که هدایت چقدر امر ضروری برای بندگان الله تبارک و تعالی است. پس بر ما طریقه سوال کردن معلوم شد که ما همیشه از الله میخواستیم یک چیزی را باید چیزی را بخوایم که خیلی مهم باشه و دیگه وقتی که میخوایم توسل بکنیم اسما و صفات الله تبارک و تعالی را و اظهار عاجزی و بندگی خدا بکنیم و بگیم که این عبادت یا الله خالص برای تو انجام دادیم، تو اینمی مشکل مرا حل بکو. اینی طریقه دعا یا نامش که تعلیم المسئله بوده. دیگر نامی ازی به نام سبع المثانی یاد شده. سبع المثانی 7 آیت مکرر میگه. سوره فاتحه را به خاطر سبع المثانی میگه که 7 آیت است و مکرر خوانده میشه در هر رکعت نماز. اگرچه بعضی مکرر مراد از پیش نزول 2 دفعه نازل شده نمیگه که یکی چیسته در مکه مکرمه نازل شده و یک مرتبه در مدینه، لیکن قول مرجوح است. قول راجح است که نه آیاتای 7 گانه ازی در هر رکعت نماز مکرر خوانده میشه. از خاطر روی سبع المثانی میگه. قرآن عظیم هم میگه. چرا در حدیث پیغمبر علیه الصلوة و السلام
ایره قرآن عظیم هم خطاب کرده. سعید ابن المعلا رضی الله عنه میفرما که من یک روز در مسجد داخل شدم و وقتی که در مسجد داخل شدم نماز در گوشه نماز میخواندم. پیغمبر اسلام برای من آواز داد. پس از نماز پیش از او رفتم و برای من گفت که چرا نآمدی؟ گفتم که من نماز میخواندم. گفت که چرا؟ آیا الله و رسول چی نکرده ایره؟ وقتی که الله و رسول برات آواز بده تو باید بپذیری، تو این گپ نمیفهمی. بعد از او گفت که قبل از اینکه از مسجد برای ما بگو که من یک چیزی برات میگویم. میگم ما وقتی که بیرون برآمدن شروع شد با پیغمبر علیه السلام یادآور شدم که یا رسول الله تو وعده کرده بودی که یک چیزی برای ما میگی. بعد از پیغمبر علیه السلام گفت که تو میفهمی که سبع المثانی و قرآن عظیم کدام است؟ و گفتم که الله و رسولش میدونه. گفت سوره فاتحه است. با کسی که سوره فاتحه علمش حاصل شود علم سبع المثانی و چیسته علم سبع المثانی برش حاصل است. از او خاطری سبع المثانی هم میگه، قرآن عظیم هم میگه. دیگه نامش به نام مناجات یاد میشه. سوره فاتحه یقینا مناجات راز و نیاز با امر الله تبارک و تعالی را میگه. معنا و مفهوم سوره فاتحه را که آدم بفهمه مکمل راز و نیاز است. الحمدلله رب العالمین صفات الله را کرده میری تا مالک یوم الدین. بعد از میگی یا که نعبدو خاص تو را عبادت میکنیم. ولی عبادت ها اقسام داره هر کدام کی باشه. و بعد از او اهدنا الصراط المستقیم برای درست مرا راهنمایی بکن. میگی این کمال چیسته نیاز اظهار نیاز است، حاجتمندی است برای الله تبارک و تعالی. از او خاطر سوره را به نام سوره مناجات هم یاد میکنه. سوره را دیگه به نام سوره تفویض یاد میکنه. تفویض میگه سپردن، هر چیز با الله حواله کردن. در سوره فاتحه امی گپ بر خود انسان شده. ایاک نعبدو میگی خاص تو را عبادت میکنیم و ایاک نستعین خاص از تو امداد طلب میکنم. تمام مشکلات خود حواله الله تبارک و تعالی میکنی. از همون خاطر انسان در عبادت خود به دو چیز ضرورت داره، خوف و رجا. ایاک نعبدو خوف است، ایاک نعبدو خاص تو را عبادت میکنم یا الله که تو قبول میکنی یا نمیکنی. و ایاک نستعین اینجا رجا امید داری که ما از تو امداد طلب میکنم و تو دعای مرا قبول میکنی. از او خاطری را سوره تفویض هم میگه. به نام سوره نور هم یاد میشه. در حدیث پیغمبر علیه السلام میفرماید که در روز قیامت سوره فاتحه با امرای آل عمران میاد. در حدیث همی طور میاد که ابشر بنورین، خوشخبری حاصل بکو به دو نور. اوتی تو هما که بری تو داده شده، لم یؤتهما که هر دویشان داده نشده ای نبیون به یک پیغمبر قبل که پیش از تو داده شده باشه. یکیش فاتحه الکتاب است، یکیش خاتمه سوره بقره است. یعنی خاتمه اولی چیسته سوره فاتحه و آخر سوره بقره در روز قیامت بالای خواننده ازی روشنی میکنه، یعنی می درخشه و راه را پیدا میکنه در روز قیامت. از او خاطر سوره را به نام سوره نور هم یاد میکنه. سوره سوال برش میگه چون این سورت مشتمل به سوال است. اهدنا الصراط المستقیم از او خاطر سوره سوال میگه. و همچنان سوره شافیه برش میگه. یکی شفا بود مصدر، یکی شافیه یعنی شفا دهنده. منظور است که الله تبارک و تعالی توسط اینمی چیسته قرآن کریم برای شما شفا میده. یعنی یکی از اسباب و وسایل شفا که در اونجا صحت عقیده و عمل است، اینمی ترجمه قرآن کریم است که الله نصیب کلگی بگردانه. این بود نامهای سوره فاتحه که 22 نام بود. این نام خودش دلالت بالای فضیلت و مقام و منزلت سوره فاتحه میکنه، چرا که هر چیز که نام زیاد داشته باشه فضیلت زیاد هم داره. مثل سوره اخلاص و ریوم 22 نام داره پشت سر میاد ان شاء الله. این سورت از او خاطر اهمیت خیلی بسزای داره. سوره فاتحه اهمیت دیگه هم داره، چون که در نماز خوانده میشه. در هر رکعتش باید هر مومن مطلب و مقصد سوره فاتحه را یاد داشته باشه و بدانه که سوره فاتحه چی مقصد و غرض داره. ان شاء الله اینا باز شروع میکنیم در تفسیر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دعا میکنیم که الله تبارک و تعالی و شما را توفیق مزید نصیب بکنه در فهم معانی قرآن کریم و تطبیق عملی قرآن. در همه رشته های خدمت قرآن کریم الله ما را محروم نسازه. الله کسی که در درس ها شریک میشه کل حاجت ها و مشکلاتشان نه الله برآورده بسازه و یار مصدر خدمت قرآن بگردانه. الله توفیق دعوت قرآن نصیب ما بکنه. همه مشکلات مسلمان ها را در سر تا سر جهان خصوصا از ملت مظلوم ما را الله مشکلاتش حل بگردانه. مجاهدین مسلمان در هر سرزمین الله کامیاب کنه. همه استراب و پریشانی را از ما دور کنه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
برای دریافت سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله و شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.